السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران عزیز گرامی، خوش آمدید به برنامه فردای تاجیکستان. مثل هر وقت در این برنامه شوکت محمد با شما هستم. تماشاگران عزیز، امروز موضوع برنامه ما آزاد است. یعنی ما در برنامه امروز بحث آزاد خواهیم داشت. چرا؟ برای اینکه در چند روز اخیر چندین موضوعهای پیچ در پیچ به هم آمدند و درباره موضوعهای گوناگون به ما پیشنهاد شد که در این باره ما صحبت داشته باشیم محض در برنامه فردای تاجیکستان. انا برای همین هم ما تصمیم گرفتیم که همه پیشنهادها به این نوبت گرفته شود و در برنامه امروزه ما بحث آزاد داشته باشیم با شما. حالا با به این نوبت گرفتن این که امروز در کانال خودشان رهبری پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری برآمد داشتند و عین حال در یک کانال سازمان سیاسی گروه 24 یک برنامه دیگر رفته ایستاده است. با به این نوبت گرفتن این ما کوشش میکنیم که تماشاگران عزیز موضوعهای را در بر گرفته باشیم و در این باره صحبت کرده باشیم که در همین شب روز داغ هستند، در همین شب روز داغ شدگی هستند. انا برای همین هم منبر شما است تماشاگران عزیز. هر نفر در کدام موضوع میخواهد گفتنی دارد بفرماید، چون که ما هر ماه در بعد هر یک 4-5 برنامه فردای تاجیکستان یک برنامه را مخصوص برنامه موضوع آزاد میگذاریم تا اینکه مردم آزادانه اندیشه های خودشان را ابراز کردگی باشند. تماشاگران عزیز، از یکی که شما خواهش میکنم که تگمه لایک را پخش کنید، برنامه را به دیگران بفرستید، همچنین آبونه شدن به شبکه یوتیوبی پیام تیوی را فراموش نکنید. اعلان دیگر به شما این است که عین حال برنامه ما توسط ماهواره تلویزیونی پیام تیوی پخش شده ایستاده است. همچنین این برنامه در رادیوی اینترنتی رادیو پیام در حالت پخش است. کسانی که فرصت این را ندارید که ما را از نوار از یوتیوب تماشا کنید، شما می توانید با استفاده یک نوشتگی خود گوشی چکار کنید؟ رادیوی پیام را فعال کنید و از رادیوی پیام ما را گوش کرده مرحمت کرده از پی کار و فعالیت خود باشید. خشت زده ایستادید، خشت خودتان را بزنید. لوی کرده ایستادید، لوی خودتان. چوب کاری کرده ایستادید، چوب کاری خودتان را کرده رفتن بگیرید. انا برای همین هم ما برای آسان شدن شما رادیوی پیام تشکیل کردگی هستیم و ضمیمه رادیوی پیام در پلی مارکت و اپ استور نیز قابل دریافت و نصب است. شما می توانید از پلی مارکت رادیوی پیام را به تلفنتان نصب کنید، یعنی استانوفکه کنید و گوش کنید. حتی از کسانی که تلفن آیفون دارید، از توسط تلفن آیفون نیز می توانید که برنامه را به تلفنتان نصب کنید و دائم توسط یک گوشه هایی که تلفن را یک سو میگذارید رادیوی پیام را میمونید و ما را گوش کرده رفتن میگیرید. تمامی برنامه هایی که در از کانال اصلاح، از کانال پیمان ملی تاجیکستان، از کانال رهبری پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری و دیگر برنامه ها، برنامه بازچیگه، برنامه باید گفتی برادر شرافالدین گدایف، بازچیگه استادان محمود جان فیض رحمان و بابا جان قیمزاد نیست در رادیوی پیام در روزی که آنها در یوتیوب برآمد میکنند پخش می شود. به طور آنلاینی شما می توانید گوش کنید. و برای آن که حالا در تاجیکستان ترافیک ها قیمت شده است، ما کوشش کردیم که دیگر غم ترافیک اینترنت را نخورید. همه این برنامه ها توسط تلویزیونی ماهواره پیام تیوی، توسط ماهواره یوتلسات پخش می شود و شما می توانید با
توسط تلویزیون برنامه‌های ما را بدون ترافیک اینترنت تنها توسط ماهواره با حلاوت تماشا کنید. حالا علاقه پیوستن به ما شروع شده است و یک برادر با نام سلیم به ما پیوستن. حالا میشنویم که با چه عرض و با چه ملاحظه و اندیشه وارد برنامه ما شدن. بفرمایید برادر سلیم. سلام علیکم برادر شفقت و رحمت الله. و یک اعلان دیگر از یادم فراموش شده است. تماشابینان عزیز، حالا برادر سلیم ببخشید، کسانی که توسط لینک استریمیارد به ما پیوسته نمیتوانید و بسیار نفران به من زنگ میزنند، مشکلی ها دارند، شما میتوانید توسط رقمی که در نوار میبینید، توسط رقم واتساپ و یا ایمو به ما پیوست شده سخنهای خودتان را بگویید. بفرمایید برادر سلیم. من میخواستم که درباره شما یک برنامه کنید درباره ارزش‌های ملی و ارزش‌های ملی از طرف رژیم چه خیانت شدن، یک برنامه مستقل درباره ارزش‌های ملی تهیه کنید. و این رو باز همین رو گفتنی هستم که یک زن برنامه کرد با زبان روسی در یک چند بار در برنامه‌های شما میتوانید یک برنامه روسی با واسطه همون زن هم تشکیل کنید، بهتر میشه. بله، شما با فکرم خوله مریم بی رو در نظر دارید. بله بله بله. خب ما همراهشون مشورت داریم انشالله که به نزدیکی در یک موضوع مخصوص یک مصاحبه دایر خواهیم کرد انشالله. این پیشنهادی که ما قبول است و حتی اینکه گوییم که ما قلبش ما را خوانده باشیم در این باره علاقه صحبت ها شده ایستاده است. تشکر زیاد به شما. و باز چی پیشنهاد دارید برادر عزیز؟ من فقط درباره همین ارزش در یک موضوع درباره همین ارزش های ملی، درباره ارزش های ملی به فکر شما باید چه گفته شود؟ درباره ارزش های ملی مثال میگیریم که ما چی ارزش های ملی داشتیم در این 30 سال، ارزش های ملی چه کاسته شدن. من مثال میگیریم که اگر ما بگیریم ارزش های ملی، یعنی که مثال میگیریم انکاگالیزم در تاجیکستان درجه 0 صفر قرار دارد. مثال میگیم این از چی جا چی شواهد میده از ارزش های ملی ما. مثال میگیریم که باز درباره یعنی که با فرهنگی این ملت گواهی میدهد. من همین درباره همه ارزش های ملی، ارزش های فرهنگی یک موضوع باشد که مثال میگیم که چقدر در ملت 30 سال همین رو کاسته شدن، همین ها را باید از سر نو زنده کردن. در ارزش های دینی نه تنها کاسته شدن، ایده از ارزش های ملی قریب که دارن از بین میروند. بله بله، حرمت کلان سالان، حرمت پدر مادر، همین در هم موضوع تهیه میکرده بهتر میشه. و فکرم در برنامه همین برنامه گذشته پرنده های مهاجر خواهر گرامی ما اپای سویمه سعید و در این باره یک برنامه کرده بودند. نام برنامه هم به فکرم فرهنگ بیگانه بود و تهاجم درباره تهاجم فرهنگی و لطمه هایی که به زبان ملت شده است، به عرف و عادت های مردم شده است و فرهنگ ملی از بین رفته ایستاده است. در این باره بسیار سخنهای جالب گفته شده بود. شما می توانید برنامه پرنده های مهاجر را از کانال یوتیوبی پیام تیوی دریافت کرده گوش کنید. در اونجا خیلی سخنهای خوب رفتگی است و انشاءالله که باز این گونه برنامه ها می شوند و حتما این پیشنهاد شما را هم ما به این نوبت میگیریم. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. باز گفتنی دارید؟ نه رحمت. تشکر به شما برادر عزیز. نوبت را به وطن دوست میدیم. بفرمایید. آزاد در کدام موضوع خواهید بفرمایید. ما موضوع ها را به قید میگیریم و پیشنهادها و ملاحظه های شما را به این نوبت میگیریم و در فعالیت خود کار میفرماییم ان شاء الله. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نغزین سوزین شما. الحمدلله. یا چی پرسیدنی بودم از شما همچون مخالف آینده تاجیکستان و ایران را شما چگونه میبینید با آمدن
رئیس جمهوری نوی ایران. برادر عزیز گرامی، پیش از همه باید خوشبین باشیم. من امید میبرم که آینده تاجیکستان و ایران باید خوب می شود انشاءالله و باید هم خوب شود. اما با این باور ندارم که حکومت همین روزی تاجیکستان با یگان کشور معتدل مناسبت بین المللی داشته تواند. برای اینکه ما دیده ایستادیم که حکومت امروزی تاجیکستان با یگان کشور دنیا مناسبت معتدل داشته نمیتواند. میرود مناسبتش رو نزدیک میکند، میبردارد، میگیرد، به زمین میزند و به همین مناسبت های ببینید ایران یکی از کشورهای بود که مستقلیت تاجیکستان را شناخته است و یکی از کشورهای از اولین کشورهای بود که سفارت خود را در تاجیکستان در این سفارتش را باز کرده است و یکی از کشورهای بود که به انشاءات‌های مهمی تاجیکستان سهمگذاری کرده است، سرمایه گذاری کرده است. به این مثال شده میتواند نقب شهرستان، به این مثال شده میتواند نیروگاه برق آبی سنگتوده 2 و چند انشاءات‌های بزرگ دیگر. اما رفت آمد تاجیکستان مدت این 5 سال است که به خاطر بعضی از غریزه های شخصی رهبریت کشور و اهل اویلش و یک کماندش و یک توده که غریزه های خود را داشتند مناسبت را برهم دادند و حالا ببینید این ببخشید این مناسبت یخبسته آب کشودنش که با آسانی به دست نامدنی شده است. دیگه نتیجه همین است. وقتی که یک مناسبت ویران می شود دیگه آباد کردنش هم مشکل است. یک بنا را برای آباد کردن خیلی انسان رنج میکشد، 3 سال 4 سال 5 سال مهنت میکند برای یک خانه را آباد کردن. لیکن برای ویران کردن که تصمیم گرفته شد یک بلدوزر رو میبری ویران میکند، تمام به زمین یکسان میکند. این هم همین است برادر عزیز. اما من امید میبرم که انشاءالله مناسبت تاجیکستان و ایران باید خوب شود و از خوب شدن مناسبت تاجیکستان و ایران هم به عموما ملت فارسیگویان خیلی منفعت های زیاد است، هم به مردم شریفی ایران و هم به مردم شریفی تاجیکستان خیلی منفعت های بزرگ است که باید که مناسبت ها خوب شود. از بد شدن مناسبت هیچ کس فایده نمیگیرد و تاجیکستان باید به این نتیجه برسد که امروز از بد کردن مناسبت با ایران هیچ فایده نمیگیرد. فکر من همین است برادر عزیز. یکم گفتنی دیگر دارید انشاءالله؟ در آخر گفتنی دارم که زنده باشین، سلامت باشین، در گوشه باشین. سلامت باشید برادر عزیز. انور خلف بفرمایید. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام و رحمت الله. من یکم بار در وای پروگرام شما قطعی وای کرده شدم، گپ زده شدم. میبخشید برادر، من این صورتی که شما حاضر دیده ایستاده، این صورت خلف انور بیگ جانویچ، این 31 دکبر 1985 از فرخار می باشد. این خلف انور بیگ جانویچ در دوشنبه در زرافشان 2 اولیسای نصرتالله مقسوموف 10 بلاک 11-12 شرکت ساختمان جدی میمه سمت 12 را دارد. اکنون ببینید که حالت کار چی شدگی چی خیل هست. من اینوالید دوم گروپم، دوگانیک دارم. اکنون من همین در ماه 97 سال خدا ما در دوگانیک دادگی بود. من عریضه نویساندم به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با امالی رحمان. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امالی رحمان به من اجازه داد در مکتوب من که به من خانه داده شود. من حکومت پرافسایوز رفتم، 2 تا حکومت رفتم، گفتن که ساختمان نیست، سرویکن نیست. خیلی مایلش من کودکان در یتیم خانه دادم، برای که خانه و درکی نداشتم در یتیم خانه دادم. الان خانه مادری من که یک عمر خلق عمری دوباره بخشیدگی در 16 تاست وزیر 13 سال با همین شرکتی ساختمان جدی میمه سمت 12 که این صورتش رو میبینید، این صورت خلف انور بیگ جانویچ است.
با همین از روی رکلام یافته دوگور میبندند و میخواهیم که خونه را از پایان خونه خریم. من اینوالید یک پا و یک دست هستم. من بدم دون در مسکو هستم. من در دوشنبه هیچ کس کار قبولم نکرد. در مسکو هم من کار کردن نمیتونم، لیچنیا میکنم. خیر اگر آدمو باشن بیاین من پرویرکا کنم. من خونه و در ندارم. دوگانیکم ایباری همین به خونه و بدری در یتیم خانه سپردم. الان کن ببینید که من دوگانیکم کلون شدم گرفتم آوردم که DCP هم در یتیم خانه کودکای من از پسیفیتسکی DCP شدم برای که پدرشون نرفت و برای من نتونستم رفته خبر گرفتم اوز پسیفیتسکی کودکا ویران شدن DCP شدن نروشنی پسیفیتسکی میگن چی میگن ورش خطی. الان کن من دختر من آوردم 7 مردک توجیک از بزرگ فوکسیتی گرفته در ماشین بور کرده که ما تو در کار میتیم که این DCP کار کردن نمیتونه با خود کلوش که آب رسته میبرن در یک خونه 7 مردک توجیک دختر تجاوز میکنن. دختر همین دختر گفته است که من مادرم اینوالید است، من در یتیم خانه کلان شدگی از یوان سفر گفتنی همین مرد دختر من تجاوز میکنن که 7 مردک نیکو میکنن در یک خانه یک دختر و 7 مردک. انا بینید که در بالای این بجای که حکومت تاجیکستان آخه من پول ندارم ادوکات گرفتم گفتم روا که نوای کنه پرویرکا کنه با من یاردم کن. یک تا زنک توجیک زنک از دوشنبه برآمد نامش راست گپ نمیدونم ایرا مادر میدونم. الان که بینید که پیش اسمت جورابیک رفت. اسمت جورابیک باری رحمت فرخود دخت. رحمت فرخود باری روبری پلیسای ناحیه شوخ منصور انداخت. روبری پلیسای ناحیه شوخ منصور پیش ریسپوبلیکانسکی پروکراتور امان اشانقلوف روی کارت شد ادوکاتا امان اشانقلوف که در ریسپوبلیکانسکی پروکراتور کار میکنن. ادوکاتا ترسون که تو فکری فرزندو تکن فکری کودک تکن کاری تو چی کار داری؟ ادوکات گریه کرد که من پول نمیگرفتم. گفت من ایروی خدا که من شما دا یاردم میکردم پول همون خونه تانه یا از سنوید کردن میدادن یا خونه را میدادن. اما که بینین که برای که همین خلف انور بگجانویچه 13 سال شایف جبردیده دیگر قطی در ملیسه خانه ناحیه شوخ منصور سپریدگی بودیمشن. من اینوالیدی دیوم گروپه من خونه و در ندارم. من دگانیک دارم. اکا جان این مسلمانه بیوین من پرویرکا کنین در همین مسکوی من همین 8 سال شد فقط عریضه می نیستم اخ من اینوالیدم مرا یکون مردک بزنی نگیره کودکای من کسانی DCP یا اون کس بزنی نگیره با جای یاردم کردن. من آخه یک اینوالید یک پا و یک دست اگر شب کمیره من راه نگردم اینا مرا نشون تیه در خواب. من در ستیه 189 137 زدگیم من در که آخر اینا من خیلی 189 137 من از ستیه زدی من گرفته حاضر تاجیکستان میبری. من یک قدم اینوالید بخونه و بدر من چکار میکنین من آخر نمیشود که همین ستیه زدم در من پول خونمون یا خونمون استنوید کرده میتین. در اینجا عبدالله صدیق همین زمین عبدالله صدیق بودسته که همین خلف انور بگجان میده اتاق قصرانه ساختگی در همین زرفشان در اتاق قصرانه ساختگی که خلق فریب کنه. این بسیار خلق فریب کرد. آخر همین خلف انور بگجان میده در ملیسه خانه ناحیه شوخ منصور سپاریدیم. آخه میگن که گریزوندن. من گفتم آخه من اینوالیدم من 16 ایتاژ برآمدم نمیتونم من آب کشیدم نمیتونم مادر من پیره در خونه ما مردک نیسته. آخه یا خونه را استنامید کنین چین یا که پول خونه را چین آب ای بالا را آخه همه آبی بالا را من در گفت زن که من مکتوب کنم پیشش روم که کی هسته. من در تاجیکستان من کدوم اینوالیدم ای سال 92 سال تا حاضر ای اینوالید خونه من یاردم گرفتگی نیستم. چند مرتبه رفتم ادوکات روی کرده شدم حاضر گرفتم ادوکات برای ببین که همین اینوالید که من برای چی من در وقت سویتسکی سیوز من در یک ماه 4 بار
پاموش میگرفتم. برای چی من این 90 سال تا حاضر من این والد خونه پاموش نمیگیرم. پاموشای من کی اسپوزود. ببینین که من این والیتا اسپوزود چخیل اسپوزود کدن کورکنونی ارگان. من این والیتا کودکوی من دگونیکوی من امان اشانکلوف اسمت جورابیک پرکرور مفتش رحمت فرخود روبری پلیسیای نخریه شاخ منصور اسپوزود کردم. من همین رقمای سینوی یک در زن میزنم، همین قدر زن میزنم که به من علاقه بروه. من نمیشناسم، نمیدونم راستی گپ تاغو جان، من نه زنک تاجیک نه مردک تاجیک، تماما یگان کس من در مسکوایم در تاجیکستان من نمیشناسم. من فقط قطعی تترویم، قطعی اروسوی من لیچه نمیکنم. من از زنک تاجیک قطعی من گپ نمیزنم که اینجا خودشون برای یک بریده نان میبیان در روسیه کار میکنم. قطعی من مردکای تاجیک گپ نمیزنم که اینو برای خودشون زن و فرزند دارن نان میکنن. اکجا نان بیاویم، اکجا قند بیاویم، شکلات بیاویم، تاجیکستان برای فرزندان خودش روان کنم. اما که من حاضر فقط این 2 ماه رو نمیشود که من سینوی یک زن میزنم با رقمای 236 92 24. من 4 سپیسک پرتفتگیم. آخه برویم قطعی من گپ زنم بجای که من در یاردم تیم من اینوالید یک دست یک پایی که اینوالید دیوم گروپ پرکی من جبردیدم پولی خونمون دزدی کردگیم. بگونید ما آوردگیم در روسیه لیچه نکنم تجاوز کردگیم. ببینید که من خودم یک آدمی عذاب کشیدگی پاهم درد میکنه، بی دندان، بی خانه و بی در عذاب کشیدم. من در روسیه گشتی شدم. من آخه اینوالید من آدم 2 پا دارن کار به قبول نمیکنم. تاغو جان من یک پا دارم، من یک دست دارم، من بی دندانم، من که کار به قبول میکنم. من خود 10 20 زندش نمیگیرن، کودکای من نمیگیرن. احوالی ما رو اول اومده بینیم که من از تکیه بودیم 189 137 با من علاقه نمیبرم. با مادری ما که برای من این والید خونه رو ای 16 میتاش فروختی، ای پایان خونه خره که من آب کشیدن نمیتونم، کودکای من آب کشیدن نمیتونم. دستی پیان که من کودکای من ایتیم خونه گیرم، کودکام در قدم در پیشم نیست. من تربیه کردم کودکای من نتونستم ای بی خونه و بداری خواری عزیز خود خونه من دستیدم. باور کنید دیگه طاقتی این نوله شنیدن این نوله شما نمون. باور کنید دیگه حالا برنامه بردن در کار دیگه دورم آهسته آهسته خود را از دست میتیم. واقعا دردناک است. التماس همین کوشش کنین که با پرزیدنت حکومت رسد برای با من یاردم تیم. من یگون تاغوچون، من یگون گریزه نیستم، من یگون بندیت نیستم. تاغوچون راستی گفت من چیزی مسلمانی تماما نمیدونم. من هیچ کس نشان دادگی نیست. من رمزی اروسو را گرفتگیم. آخه من باز 189 137 مدگیم. التماس من یاردم بکنید. آخه به من نوبت اینجا شما گفتید که انور خالف بیکیجانوویچ که باید به شما خانه میداد، مبلغ خانه را پیش پرداخت کردید بله؟ بله ها، این خانه را اوچم خانه را ای 16 میتاش میفروشه برای مرشده که من باید همین 13 خانه را میفروشه. قطعی همین خالف انور بیکیجانوویچ، این خالف انور بیکیجانوویچ در ظرفشور 2 улица Насратулла Максимов 10 блок 11 12 شرکت ساختمانی جدی ممه سمت 12 را داره. روی همین شرکت اوچم خونه را قطعی همین خالف انور بیکیجانوویچ دوگور میکنه، خونه را میفروشه در $32,000. اما کن حاضر اوچم ترسانده شدیم که دختری تو تروریست های. من اینوالیت دیم گروپ یک دست یک پای به دندانی کمپیره من تروریست بودیم. حالا ببینید خواهر عزیز بسیار قصتان دردناک است ولی حالا امروز در روسیه انسان‌های تنشان سالم بردم به قوت از عهده کار برآمدگی دست و پایشان همش در جایش جای کار نیافته شدند. شما چرا روسیه آمدید؟ وقتی که همین اوچم به خونه و به در می شود در قد کوچه میمونه، مادر من جاش اومد در استانوفکا خوب کرد، استانوفکا در کوچه در خوب کرد برای که پول نبود.
الان کودکای ما که در یتیم خانه بودن، از کودکام ما دیگر مجبور شدم، علاج نداشتم، کوشش کردم در پاییز زوره و ناله کرده، پاییز را به پول آمدم، استراخالده کار کردم، پولی پروردنیکا با یک عذابی قرض کرده و هم خیلی قرض پرسیدم، قزاقا ازبیکا یاردم کردم دادم، من پولی پروردنیکا گرفتم دادم، همین خیلی آساسته به مسکو آمدم. من در بالینسا خوبم، در بالینسا من خوبم، این همی لیچینم میکنم، چند روز رفتم ای مترو پول طلبیدم. درش من روسیه آخر من در تاجیکستان گفتم، در تاجیکستان من خونه و در ندارم، نه تاجیکستان خونه و در ندارم، پول خونه یک سنیمت میکنی پول میگه پول کوارتیر میگه، من از کجا میگیرم؟ این وارد خونه پول کوارتیر نمیگود کسی، یا اون کس به پول کوارتیر خونه در راه نمیتید کو؟ نمیتید. در روسیه هم راه نمیتید. در روسیه راه نمیتید. در روسیه نه که من عذاب من برای تقاجل بازی مگم در روسیه من روسو قبول کردم. خواهر عزیز تقاجل و من مهلتید، من خیلی شما رو خوش کردم خواهر عزیز و دیگر خواهرانی که در حیات شما زندگی طرز زندگی انمی خواهر تکرار می شود، از یکی که شما خواهش میکنم. حالا به ما به نزدیکی یک خواهر زنگ زدن، تمامی همون ریسک زندگی خودشان را فرستادن، گفتن که من گرده ام را فروختنی هستم و هاکذاها، و گفتن که در خانه من کودک 6 ماهه دارم و کودکم را در خانه مونده، کار رفته نمیتونم، اگر کار نکنم که ورپلات دادن در کار، خوردنم در کار، نوشیدنم در کار، کودکم پامپرس در کار و هاکذاها. ببینید ما شما را درک میکنیم خواهران عزیز، این حکومتی که شما را به این حال آورده است، دعا کنیم که هر چیز زودتر جایشان را یگان کمانده، یگان تیمی که از روی قانون کشور عمل میکند، تابع قانون است، تابع عدالت است، به سر قدرت بیاید و این گونه سرسانی ها از بین رود پیش از همه. اما ببینید خواهر گرامی و نفرانی که انا همین گونه حالت در شما هست، از یکی که شما خواهش میکنم، همین حکومت تاجیکستان هرچند ظالم است، این گونه ما را به سرسانی مجبور کرده است، این گونه ما را به مهاجرت مجبور کرده است، به مسافرت مجبور کرده است، به غربت مجبور کرده است که همین گونه حالت پیدا کرده ایم. اما دانسته بانید که حتی همین بدترین حالت در تاجیکستان هم در همین حالت باشه، ترک نکنید تاجیکستان را، نبیایید روسیه. در روسیه یگان کس به شما از تاجیکستان دیده، مثلا عمه، خاله، تقا، خویش اقربا، حق همسایه، از همینا دیده بهتر خوبتر یگان کس شما در اینجا غمخوری نمی کند، سرسان می شوید. اینجا در روسیه برادر با برادر رقابت می کند، هم در تجارت هم در ساختمان، برادر با برادر رقابت می کند. چکر شما اومده اینجا مثلا یک روز خوب دیده می توانید که فرزندتون شما با 2 دختر آمده، خواهر عزیز من شما رو درک میکنم، با 2 نفر دختر آمده اید، الکی عاجزی شما، یعنی ناتوانی شما، معیوب بودن شما سبب شده است به این حالت دچار شده که فرزندتان یعنی دخترتان تجاوز شود. این حالت بی‌نهایت نگران کننده است. این ننگ فقط ننگ شما نیست، ننگ ما هم هست. جانی آدم درد میکند. انسان نمیتوند دست کوتاهی، انسان چقدر علم آور است، چقدر دردآور است که دستمون کوتاه است، نمیتوانیم به شما کمک کنیم. این یک طرف مثلا. طرف دیگری مسئله این است که چی گفته، به کی امید برده، چی امید برده شما ها رسیه میبیتون خواهران عزیز. مردک ها در اینجا خودش روز قرضدار و افگار از زمستان میبراید تا نیمی تابستان بهار قرض زمستان خوردگیش به زور داده تمام میکند. اینا تقا جان با یک پا و یک دست یک مردک روسا کنش همیشون کنش ما کنی مردک روس همیشون برای نمین ما در خونه مرا میخرونن، مرا میپسونن، اینجا نگاه میکنن مرا. من دارم 5000 روسی میکرد، ما پول خانک پول کوارتیر روان میکنم. من همه قدر زنگ زدم، مکتوب روی کردم که بیاین منو پرایرکا کنین، بیاین منو نگاه کنین،
یگان تشنی بجای که به من اینوالیتی یک پا و یک دست یاردم کنم این ما راه میگردم مرا ببینن من حالی بود ویدیو میکنم خود من نشون میتونم راهگردی من نشون میتونم من ستیه 189 137 موندیان که بجای یاردم کردنشون که من جبر دیده هستم من آخه نان طلب نکرده شدم من پول خونه مونه که مادر ما برای من اینوالید شده فروخت که من باید 23 سال کودکم یتیم خانه میگرفتم. خواهر عزیز شما گفتید که در مسکو هستید بله؟ بله. به سفارت جمهوری تاجیکستان مراجعت کردید؟ آی هم خیلی آدم بسیاره من دلم درد میکنم من نمیتونم در اونجا ایستاده. زنگ زدید رقم تلفن سفارت جمهوری؟ ها زنگ زدم هیچ کس جواب نمیده. من اینا گفته شدم که ملیسا خونه که من استاتیای سینو 236 92 24 زنگ زده شدم اینا پیشم پوری کاغذ هیچ کس نمیگیره. ما در روسیه گذرانده شدید دخترتان را به تجاوز دادید و خودتان مثلا یک مرد چی را شستشو میکنید و از همین مبلغ میگیرید باور کنید باز مسافرت گفته شده در اطرافتان یگان تاجیک نیست خواهش میکنم این را من شخصا خودم از همین حالت شما زندان تاجیکستان شاید اولاتر باشد این حالت بی‌نهایت ننگین است. بله بله. به این حالت تن دادن به این حالت خود را دادن. بله. ولی نه حاضر کودکم کجا دختر ما در مسکو کجا در تجاوز کردن اونش در دوشنبه کارمندان سفارت جمهوری تاجیکستان اگر نفری از شما ما را گوش میکند کارمندان حکومت جمهوری تاجیکستان کارمندان نمایندگی وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه این خواهر را دریابید. خواهش میکنم خواهر شما با سیمای خود برآمد میکردید خوبتر بود از این که سیمای یک نفر دیگر را نشان دادید و رقمای تلفنتان واتساپ است وایبر است میگفتید در اینجا با شما تماس میگرفتن نمایندگان وزارت مهاجرت مهنت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان که در روسیه هستید کارمندان سفارت جمهوری تاجیکستان در روسیه در شهر مسکو خواهش میکنم به داد این زن برسید. باور کنید این مسئله ناموس ملی است. ناموس ملی است برادران عزیز ای کسانی که شما در نمایندگی وزارت مهاجرت کار میکنید در سفارت کار میکنید بگذار با اونهایی که تنشان صحت است سالم هستند به بعضی مشکلات ها به شما مراجعت کرده اند و شما نادیده گرفتید بسیار خوب بخشیدنی است اما این وضعیت این زن بخشیدنی نیست. تشکر به شما خواهر عزیز. حالا از شما خواهش میکنم که آخران حرف خود را میزدید و ما نوبت را به دیگران میدادیم. شما گپای ناز گپ زدین من راضی هستم که از همه طرفا از حکومت از اپارات پرزیدنت از همه جا برایم ملیسا خونه سینو یکی من زنگ میزنم 2 ماه شد علاقه دق من نمیبرد من نمره تلفن ما در 4 اسپیس پرسگی برایم قطعی من علاقه بیاین در مسکو من پرایرکه کنن ببینن احوالی من که این استاتیا را برای چی به من موندین که به من جبر دیده پولی خونه ما را ایدست همین 4 کورکنونی ارگان انمی خلف انوار بگیجون گرفته چیه مقصد من همین است. بخیر شما چگونه جنایتکار بودید جنایت کردید بالای شما پرونده کشیده شده است پرونده بسته شما نمیدونم که من برای که من جبر دیده هستم پولی خونه مونه دزدی کردگیه همون دکه من میترسونن که من پولی خونه مونه سراغ نکنم. بسیار خوب. حالا نوبت رو به تاجیک 98 میدیم بفرمایید برادر. درود به شما که شوقت من فقط 2 سوال دارم. اولین سوال این است که شما که مخالف حکومت فعلی هستید و استعفای این حکومت را انتظارید الटरनेटिव این حکومت رو با فکر شما بود چه خیلی میبینید با نظر شما الटरनेटिव چی باشد که هم با طلب‌های معلوم مردم چیز کند یعنی طلب مردم اپرودت کند گفته روسی و هم حکومت خودش پیشرفت کند انکشاف کند. تشکر زیاد به شما قناعت بخشه.
تشکر، خیلی خرسند کردید از سوالاتون برادر عزیز. این حزب نهضت است، این مثال یگان سوسیالیستی که کمونیسم خوب برادر عزیز، چیست؟ تشکر به شما. آلترناتیوی حکومت امروزی تاجیکستان مردم عادی کشور است، نه یگان حزب. مردم سیستم شده نمیتواند، مردم باید سیستم باشد. حاضر یک دقیقه. در تاجیکستان باید انتخابات شفاف بگذرد و هیچ کس به سوی خودش انتخابات را نکشد. و در تاجیکستان اگر انتخابات شفاف بگذرد و شخصان ارزنده به سر قدرت بیایند و به مردم یک آزادی کلی نه، یک آزادی نسبی داده شود. در تاجیکستان آزادی نسبی، تاجر تواند در داخل کشور بدون ممانعت تجارتش را بکند. استحصالگر، مثلا شما تصور کنید حالا در همین یک دو سال آخر زیاده از 1000 نفر تاجر تاجیک رفت در ازبکستان تجارتش را باز کرد. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه در تاجیکستان تجارت آزاد ندارد. چندین استحصالگران در ازبکستان کارخانه های استحصالی خودشان را باز کردن، در تاجیکستان نمیتوانند، در تاجیکستان بستند. اگر شما آمارهای رسمی تاجیکستان را دقت کرده باشید، نفرانی که بخواستند همچون استحصالگر در تاجیکستان کار کنند، همچون صاحبکار در تاجیکستان کار کنند، هزار نفر تجارت خود را بستند، کارخانه های استحصالی خود را بستند. این برای چی بود؟ این برای آن بود که برادر عزیز گرامی، در تاجیکستان تمام مردم در حالت بوغی هستند. چی صاحبکار است، چی استحصالگر است، چی مردم عادی است، چی دهقان است، همه در حالت بوغی قرار دارند. به همین مردم، به خود مردم آزادی داده شود و تجارت هایی که در تاجیکستان مناپولی شده است از دست مناپولیستا گرفته به مردم داده شود. همین آلترناتیو برای پیشرفت تاجیکستان انا همین مردم بوده میتواند. وقتی که آزادی به مردم داده شد، مهلت 5 سال است، 10 سال است، تاجیکستان به پا میخیزد. مهلت 5 سال یا 10 سال. من از شما سوال ندادم که حکومت چه گناه کرده است. سوال من در دیگر بود. حاضر یک دقیقه. و مهاجران تقریبا 50% در 5-10 سال نزدیک 50% مهاجران برمیگردن به تاجیکستان. هیچ کس بیا نمیگوید، آنها خودشون برمیگردن، کارخانه های خود را باز میکنند، کارخانه های استحصالی دیگه و ها کسای خود را باز میکنند و رقابت سالم به میان میآید، رقابت در اقتصاد به میان میآید. وقتی که رقابت در اقتصاد به میان آمد، رقابت در سیاست هم طبیعی است که به میان میآید. اگه شما گفتید که من اهل خط سواد هستم، الکی چی گفته ایستادم درک کردید. رقابت در اقتصاد به میان بیاید، رقابت در سیاست به طور طبیعی به میان میآید. وقتی که اقتصاددان های ما، اقتصادچی های ما، تاجران ما، من به سیاست کار ندارم گفته ایستادن، کو این گپشون خطا است. همین من به سیاست کار ندارم گفتنی گپ همین که من از شخصانی که در سیاست هستند میترسم. دو دستم در بالا، پولم به نرسان شد، تجارتم به نرسان شد، یک کاری کرده روزم رو بینم شد گفته ایستادند. برای همین گپ، مضمون گپشون همین است، من به سیاست کار ندارم. لیکن اقتصاد بقوت، کسی که به اقتصاد سری کار میگیرد به سیاست کار نگرفته نمیتواند. وقتی که به سیاست کار گرفت، حتما خودش به پارلمان میزند، حتما خودش به حکومت میزند، حتما میخواهد که نه چه خیلی که در فکرش مثلا از روی اقتصاد پیشرفت می و فکر و به همین خلاصه میبیاید که باید همین پیشرفتش در جامعه دیده شود. باید همین نه فقط در سطح خودش، در سطح ناحیه‌اش، نه فقط در سطح ناحیه‌اش، در سطح ولایتش، نه فقط در سطح ولایتش، در سطح جمهوری باید این پیشروی دیده شود. و حتی آهسته میبراید تجارتش را گرفته نمیبراید به بیرون، بلکه نمایندگی های تجارتش را به بیرون گرفته میبراید که همون نمایندگی هایش که در بیرون هستند البته فایدهش رو به کشور میبرند. خیلی خوب عزیز، آلترناتیو اینجا است. شما یگان گروه خاص رو دستگیری میکنید یا که با امیدی که خلق خود قدم انقلاب کنند؟
نفهمیدم شما یگان گروهی خاص شما دوره میکنید بله من گروه یگان خاص رو گروه خاص مثلا گرم از پیمان یعنی ملی کیست؟ تاجیکستان جانب دوره میکنم از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان طرف دوره یعنی میکنم شما فهمیدم این همه مصرف وقت و مالکیتی که شما استفاده میکنید برای ترانسلیاسیون برای پیام رسانی به خلق از طرف کی سرمایه گذاری میشود به این و از طرف همین دیده ایستادید از طرف ما سرمایه گذاری میشود. خب این اگر شما تجار باشید حتما با امید یک فایده هستید. برادر عزیز هیچ کس فقط با مصرف به فایده به برگشت صبر برادر عزیز بسیار بد بنادم میکنید صبر کنید. شما سوال دادید من سوال میدم فقط خلاص یک حکومت رژیم امروزه من مردم رو قرار دادم نه یگان حزب مخالف امروزه رو نه یگان پیمان ملی رو نه یگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو پیش از همه من مردم رو قرار دادم. برای چی؟ برای اون که اگر همین دیپلماتی با من فهمو صبر کنید برادر عزیز اگر همین مردم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو هم جانبداری نکند پیمان ملی تاجیکستان رو هم جانبداری نکند این هیچ است. پیمان ملی تاجیکستان هم هیچ است حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم هیچ است سازمان سیاسی گروه 24 هم هیچ است. اگر همین مردم پشتیبانی نکنند برای همین برادر عزیز الटरनेटिव جمهوری تاجیکستان صبر کنید الटरनेटिव حکومت امروزی جمهوری تاجیکستان مردم است. حالا ببینید برادر عزیز اگر حکومت امروزی تاجیکستان در پیش مردم حالا درباره رصدهای من هم گپ میزنیم که چی رصد است اگر حکومت امروزی تاجیکستان در پیش مردم یک برنامه مردمی پیشنهاد کند یک برنامه مردمی داشته باشد که در آن مردم سرکوب نه بلکه مردم دستگیری یابد برای مردم زندگی ارزنده پیشنهاد شود سبد استعمالی مردم پر باشد سبد استعمالی مردم که کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان آن را کفالت داده است کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان کفالت داده است که حکومت جمهوری تاجیکستان به هر یک نفر به هر یک شخص زندگی آسایشته و ارزنده را کفالت میدهد. ارزنده چی است؟ ارزنده همین است که تو در همین کشور خودت ارزنده زندگی کرده تونی حقوقت کاملا رعایت شود حقوقت تجاوز نشود عدالت رعایت شود انا همین رو زندگی ارزنده میگویند. انا همین اگر از طرف مردم طلب کرده شود مردم این قدرت رو پیدا کند که برادر عزیز این قدرت رو پیدا کند که از حکومت این رو طلب کند همین حکومت همین روزه اجرا میکند این طلب مردم رو. خیلی خوب شما با من فرصت سوال دادن و نمیدید من ایران چطور افیری میشه با سوال دادنیه چون من با یگان سوالم جواب دقیق نگرفتم و آخرین سوالم بود من با امیدی که جواب دقیق میگیرم با فکر شما یعنی با پلان شما که از طرف یک گروه خاص سرمایه گذاری میشوید و طرفدار یک گروه خاص درباره سرمایه گذاری کم نزنید چرا در سیاست هر یک چیز مهم است هر یک درهم مهم است در سیاست چرا من از این گویم و از آن نگویم که آزادی نمیشود حاضر صبر کنید همین حالت نگاه کنید شما آزادی ما رو محدود میکنید هر زمان در یک چورکنجه برآمد کرده ایستاده خب شما فرصت میدید که با من سوالم رو کاملا بگم با شما همین خیلی سخنرانی کرده ایستاده که سرمایه گذاری کرده ایستاده شما فرصت میدید سوالم رو کاملا با شما با طرز تیار میدم من جواب دادم خونه نشدید بگذار کنین بود شما خونه نشدید یک حرف سوال نبود شما چند سوال دادید من جواب دادم کوشش کردم جواب بدهم شما قانع نشدید بسیار خوب بسیار بگذار همین طور باشد که شما برای میگم سیستم شما میگید همین سخنرانی برای همین سخن کردن برای همین گپ زدن در شبکه اینترنتی سرمایه گذار لازم باشد اینترنت صرف کرده ایستادید برای شما کی سرمایه گذاری کرده ایستاده است جواب هست همین شما هم همین ترافیک اینترنت صرف کرده ایستادید من هم همین قدر ترافیک اینترنت صرف کرده برنامه کرده ایستادم همین ترافیک اینترنت شما صرف کرده ایستادگی از ترافیک اینترنت ما صرف کرده ایستادگی 3-4 برابر قیمت است
از ترافیک اینترنت شما صرف کرده ایستاده که خصوصا از تاجیکستان برآمد کرده ایستاده باشه 3-4 برابر ترافیک اینترنت من قیمت ارزان تر است قیمتش و از این شما اینترنت هم صورتش تیزتر است بالاتر است و شما کی سرمایه گذاری کرده ایستاده است به اینترنتتون؟ من اصلا در مسکو هستم من جای خود رو چیز نمیکنم و این صحیفه که شما دادید برای که من با افیر برایم صحیفه خیلی ضعیف است برای که هم من ویدیو رو پخش کنم هم صدایم رود برای این ضعیف است صحیفه من نمیدونم چی سبب دارد اولش و دوم آخران سوالی من بود که سیستمی که شما میخواهید با او پیشرفت کنید و همه وعده هایی که دادید شما این وعده ها رو عملی کنید با اون سیستم یعنی شریعت است یا سیستم کدام دموکراسی وعده کجا وعده دادم من چی وعده دادم نه میگوید که آدم باید این زندگی کنه این وعده دیپلماتی حساب میشه که عملش عمیق نیست حالا همینجا بمونید با دیگران وقتی سوالی من یعنی به جواب میموند دیگران وقتی سگیم یاد سوال اشتیم یا صبر کنید اینجا برادر ابوبکر اکای شوکت ممکنه من گفتم یعنی کی است پیشوای ملت فربو گفتم بابا پیشوای ملت من همین تجک 08 تا یک سوال تیم وعده گفته میفرمایید تجک پیشوای ملت وعده حکومتی فعلا حکومتی گوش کنید تجک 98 پیشوای ملت اساسگذاری قور گوریتون ترما و همه چی وعده داد که تاجیکستان دولت انرژتیکی میکنم سال 2010 سوی چند سامان بوده حوزی چند سامانه من بگو وعدهش کنی بگو که با وعدهش وفا کرد انا همه قرار جواب تی بسه با من ورحمت تاجیک 98 بس اول برادر است پتون رو کاملا نفهم ما ویدیو حاضر حتما شما تاجیکستان قبل شده در مسکو اینگونه صورتی پاس اینترنت موجود نداره این کودکو را دفع کنیم با کودکوش برآمده است ابوبکر بفرمایید ابوبکر سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله ان شاء الله که شوکت جان خوبی الحمدلله الله جزای خیرتون بده باور که عمو اپای که گپ زد الله نگهبانش باشه به حد غمگین شدم خلوان خور و ذلیل کنه امام علی رحمانی بدبخت الله جزیرش کنه باور که گفتی گپا همین برای مردم فکر میکنم چرا که خیلی بیاین مردم ما هم گفتی گپا شوکت شیم یا که عزت امان شیم یا که محمد اقبال شیم خیلی بخیزیم دیگه گفتی گپا تو که صبر کردن در کار بله گفتی گپا نمیشه که بشینیم گوش کنیم ما فهمیدیم امام علی کی هست بدبخت فرزندش کی هست چرا جای فرزندش در دیگر آدم نیست چرا که جای دخترش در دیگر آدم نیست همه مناپولیای اولادای بشمار دامادای بشمار شدگی مردم ما از شما احترامونه خواهش میکنم ما این حال در شهر کلوب هستم از شهر کلوب چی میکنم یک چیمایم از رنگ روی همین بدبخت والله بیزارم یک حکومتی میخوام که آزادی باشد باور کنین یک گده تا یک ماه پیش بود الله شاهد است مرا بردن عدل برای چی کم ترک ریش آخه بدبخت گفت دیگه پا ما رحم ده هیل نمیرم تو مرا میبری سلافی میزنی ای چیگه پای ای آزادی های شما آزادی میگین ای چاپلوسه بدبخت کو آزادی بیاید ما را آزادی را اشام تیم ما بینیم که آزادی چی های 30 ساله ما آزادی میگیم او تانسیا قطعی آزادی تان مردم بخیزین گفت دیگه پا آزادی را بخواهین غلام نخواهین شیدن مرحمت بیاید همه کسا دست یکدیگر بگیریم تا که مردم ما زنهای ما گفت دیگه پا مادر گفت دیگه پا اگر کم تریدگر ننگ ناموس دیگه کنیم غیرت دیگه کنیم سخنی که اون مادر زد والله قسم میخیزیم والله ما شوکت میشیم ما
عزت امون میشیم، ما کرامت شریف میشیم، ما هممون میشیم. یکم دست یکدیگر گرفتن در کارای. او برادر عزیز دادر گرامی تاجیک 98 شنیده شدید مردم چی گفته شده است؟ میکروفون شوی که هم سوال مرا التماس کنی جواب تیا وعده گفته. برادر حالا بعد از چهار تایید و باز با تاجیک 98 نوبت میدیم بعد گپ میزنن ان شاء الله با سوال شما هم جواب میتیم. چهار تایید و بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فقط مختصر. و علیکم السلام. عبزت النکا حاضر این دختره که مینشن سخنش کمتر گوش کردم، اینترنتم کمتر سوس بس راز جای کار برآمدن. این دختره که خوب گفت، این اپا خوب گفت، برای که ما صاحب نداریم، صاحب ما را برد، یک تاش برد کشت، اگه کرامت الله بود، دویمش برد تهمت کرد زندان کرد. با چی صاحب داریم؟ ما صاحب نداریم، اینجا بی صاحب موندیم. یک برای دکیمت چی میگه در رجیستر است 6 ماه 5 ماه 3 ماه ازدواج میکنه، کشال میکنه، در رنگ ازدواج که باید رنگ رزینکه باید رنگ بر یک موسر باید. اینا مهم و پرزنوات هم نمیکنه، حرمت هم نمیکنه، برای چی ما صاحب نداریم، یگان کس نداریم، بی صاحب موندیم. برای همون چیز گوید اگر من یگان کسا من گوشم نمیکنم، گوش کردنی هم نیستم. من انصاف دارم، اور دارم، ناموس دارم. رنگ یخل من اینجا با چپلسا میبراید آدم اصابش ویران میکنه. بیچاره من این دختره که خوی 2 سال پیش بود می با فکرم از نسلیت کده کشته پرتافته رفتگی بود. همین هر بی صاحب ما هست، رنگ ناموس نداره. هر یک شهروند تاجیکستان روسیه و میداند این قضیه را فراموش کرد. برای چی فراموش میکنه؟ تو هم همینجا گودکات میبیاره، زنات میبیاری، همین نمیکنه، فکر نمیکنه. رنگ خویدو روز از سر فرزند تو نمیفراید، گفته فکر میکنه نه میفراید. برای چی؟ اور ناموس نداری، صاحب نداری، تو بی صاحب هستی. برای همونه هر یک شهروند تاجیکستان همینه بداند، بفهمد. برای چی هر یک مردا را ببرد محکم بکند، همین خیل میشیم ما. برای همون همین را من گفتنی بودم که ایش شهروند تاجیکستان کمتر وجدانت، کمتر انصافتانک، کمتر رنگ زغرت باشدم کار فرمانید، یک دیگر دستگیری کنید. التماس ایران نشویم. تشکر به شما خواهر عزیز. حالا منابت رو به دیگران میتیم. تاجیک 98 دودر عزیز شنیدید مردم چی گفته شده است؟ با شما یگان واسطه دیگری پیوست شدن به پخش مستقیم هست، این میچسبد. برادر همین یا 8 کسه رو مانده با 2 کسه مانده سرعت گرامی در همینجا رقم واتساپ ما نوشته شده است. توسط رقم واتساپ میتونم با واتساپ زنگ زنم؟ میتوانید زنگ زنید. خب من با واتساپ زنگ میزنم. تشکر به شما. توی برادر وارد شده نشون سخن به مهاجر. سلام علیکم آقای شوکت. و رحمت الله و برکاته. ما شهروند جمهوری تاجیکستان استعفای امامعلی رحمان را میخواهیم. آزادی به عزت امون به گناه میبرن، ترماش میکنن. ای تایگه که بود تدکیر مهاجرا بود، او آنی بردن تاجیکستان دا کشتن شد. یه امامعلی دیوس و افشت هم خدمت گذراندگی هست. خلق توجیگ همه کسا یک جای شیده رفته ای چیره مثلا شدیدن در ساعتی دیکتاتر را دفع کنده کرده ای تاجیکستان، برای که در خطای زمین فروخت. این ای قرقیزستان خیلی جنگ کردن با این در ازبکستان شوکت میرزایی ده با کمون چیزی را زمین دادنی چه خیلی هست ده. تشکر. حالا یک سخن از یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم، باز بار میگردیم از زنگ واتساپ. سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدای مرا میشنوید؟ صداتون خوب است برادر. سلامت باشید. همین یک چیزا می‌خواستم من به برنامه شما یا دو روز چه برنامه را همه وقت شما برادر صداتون پست و بلند میشود. فقط شما همین کمبودی حکومت گپ میزنید و کمبودی جناب اولی پرزیدنت. برای چی یگان بار پیشروی ها حکومت گپ میزنید؟ بسیار خوب. همه تاجیک 98 شما زنگ زدیدم به فکرم. نه دیگر؟ نفهمیدم. برادر عزیز بسیار خوب. باید هم کمبودی را گپ زنی هم پیشروی ها را. بله من این ایراد شما رو قبول دارم. لیکن همین برنامه شما رو تماشا میکنیم. برادر خواهش میکنم در یک جایتون بیستید، صدایتون رو یک خیل کنید، گویا اینکه صدای شما رو گاه گاه نسیم فورمی تاجیکستان گرفته برده ایستاده است. اگر که شاید سبب اینترنت است. برادر عزیز پیشروی تاجیکستان همین است که در عصر 21 یک تاجیکستان اینترنت خوب ندارد که شما به تماس برایید. از این در همین مینیمال نی در همین عصر 21 پیشروی گام نمیزنید میگه همین اینترنت پایوست کرده شما به دادن نتونستید با سرعت خوب اینترنت شما رو تامین کرده نتونستید در باید خب جا خراب چه بگونی با اینترنت بهترین ما در یک کوه پشتایم همین قدر قبلا اینترنت داشت شما که در دولت‌های اروپا دارین همین قدر قبلا. برادر عزیز ببینید برادر عزیز تمام نفرانی که از تاجیکستان سخنرانی میکنند برآمد میکنند گپ میزنند با علاقه میبرایند یک اینترنت خوب ندارند که علاقه اشون سخنشون حرفشون درست باشد و صدایشون رو ما شنویم مردم درست بشنود. همین قدر یک مینیمالی شرایط مینیمالی رو یعنی اینترنت رو با مردم یک حکومتی که تامین کردن نتونست چرا تامین کرده میتواند؟ حکومت همه چیز را تامین کرده که اینترنت صد باید او کمبودی که دارد و بعضی خیلی کمبودی هست و کمبودی تکنیکی و ایستاد تلفن‌های همون مشتریان همه شهروندان هم هست. لیکن ما شخصا من شما همچون مشتری ببینید برادر عزیز نگاه کنید برادر عزیز حاضر ما میبینیم که در همینجا نزدیک به 1000 نفر من شما رو گوش کرده ایستادن. من به شما یک سوال میدم شما دروغ میگید یا راست میگید؟ ببینید همین سرعت اینترنتی که در تاجیکستان هست شما رو قانع میکند؟ نه شخصا من اگر نمیدونم خوب باور کنید خوب باور نکنید من را قانع میکند. لیکن مباشرت با منطقه‌ای که یگان راه قطعی میره یگان منطقه ده بعضی حالت‌ها میشود که خیلی سست‌تر میشود. لیکن در حدود مرکزهای شهر و نویای ببینید با ما از دوشنبه زنگ میزنن میگویند که علاقه خوب نیست سرعت اینترنت پست است ویدیو تماشا کردن نمیتونه. ممکن است آقای شوکت جان یک سوال ما همیده بکنم. برادر عزیز از واتساپ زنگ زده ایستادید این مردم میخواد به شما سوال بدهد شما آماده هستید که به سوال این مردم جواب بدهید؟ مرحمت سوال تمام آقای شوکت جان یک سوال داشتم یک دو سخن گپ زنید. برادر توسط واتساپ تماس گرفته‌ای یک سیم کارت چند سوم است در تاجیکستان تا از آزادی و از اینترنت گپ میزنی یک سیم کارت چند سوم است؟ بیچون میگه سیم کارت تا همین را بگو که چند سوم است؟ میگیرن نفهمیدم. برای که سیم کارت در تاجیکستان در دیگر جا بی پول است سیم کارت. یک سیم کارت چند سوم است در تاجیکستان؟ همین گپت واقعا دروغ گپت ما در چند کشورهای خارجی بودم خصوصا در فدراسیون روسیه در خیتوی در دیگر دولت‌ها عموما به پول نیست. این گپتون تو سوال مرا جواب ده مال به پول نیست در دیگر جواب تو سوال مرا جواب ده که در تاجیکستان سیم کارت چند سوم است؟ کی گپتون دروغه خیلی در همه کشورها هست. من در نظر دارم
مالش بسیار خوب. بر سوال همین برادر جواب دید. سیم کارت در تاجیکستان چند پول است؟ ما یعنی گفتن نمیتونم که نرخ دولتی شد. نمیتونم گفتن. یعنی گفتن نمیتونستن. حالا وقتی هنری گپ زدن، هنری که سوال جواب دادن نداری، کیس کردن قولا بشی. به شما میرسد. میکائیل رحمانوف چی گفتنی هستید؟ میکائیل رحمانوف. السلام علیکم برادران و خواهران محترم. این برادر میگه که در شما یگان کمبودی های دولت میگین و یگان پیشروی های دولت نمیگیم. دولت چی پیشروی داره که ما بگیمش؟ یک بار یک شب بگو برادر من میگم. یک پیشروی دولت بگو. بگو مثلا همه پیشرویاش هم میگن. برادر گوش کن. میکائیل شما سوالاتون رو دادید. برادر عزیز میکائیل صبر. حالا برادر عزیز از واتساپ زنگ زده ایستادگی صبر. برادران حالا ما شما سوال دادید که میکائیل در تاجیکستان چی پیشروی هست که ما نمیدونستیم یک تایش رو نمبر کن. این برادر گفته ایستاده است که چند پیشروی هست که من میتونم نمبر کنم. ما هم میخوایم که از پیشروی تاجیکستان بشنویم. بیاید با هم همین برادر رو گوش کنیم درباره پیشروی تاجیکستان گپ زند. گپ زنید برادر عزیز. من گپ زنم. بله از پیشروی تاجیکستان گپ زنید. در کدام ساحه ها تاجیکستان پیشرفت کرده است؟ در همه ساحه. من یک ساحه رو نمبر کنید. کدام ساحه؟ همین ساحه‌ای که در تاجیکستان پیشرفت کرده است شما نمبر کنید. همه ساحه یک ساحه. مثال یادم میگم این در سفرهای اصولی جنوب عالی. چی پیشرفت گپ زنید. سفر کره پرزیدنت کشور به ولایت صبح رفتن. برادر عزیز صبر می‌کنید. نشانی پیشرفت نیست. سفر کره خرج می‌طلبد. با استفاده دادن انشاءات. کدوم انشاءات نامش گرید؟ همین پیشروی از بود چی از پیشروی؟ برادر عزیز شما کدام ساحه یگان ساحه رو نامش رو گرید که در آن ما پیشرفت کرده ایم. ثابت کنید که در همین ساحه تاجیکستان پیشرفت کرده است و فلان قدر درآمد گرفته است. به فوج فلان قدر درآمد است. در همه ساحه مونده که تمام دایدو گپی رو مونید. این دفعه من طرفدار شمایم که برادر عزیز به یک نقطه اهمیت دید. برادری که از واتساپ زنگ زده شدید. من طرفدار اونم که از پیشروی های کشورم از پیشروی های وطنم شنوم و خوبان شوم. اقلا کم استرس دپرس و این من از بین برود که این وطنی من کی پیش میرود. این دفعه اقلا از بین رود. من خردمندم طرفدار اونم که از پیشروی های کشور شنویم. برای همین برادر عزیز دایدو گپی رو یک طرف مونید من بعد وقتی که وارد این برنامه میشوید یک کاغذ صبر کنید. یک کاغذ یک قلم رو بگیرید یک ساحه را تحلیل کنید. یک ساحه مثلا ساحه انرژی یا ساحه های دیگر ساحه کشاورزی مثلا گریم دیگه ساحه ها مثلا گریم ساحه استحصالات و هکذا در استحصالات در صادرات مثلا گریم چی پیشروی ها شده است شما یک بار ثبت کرده گیرید از گپی یک طرف مونده با دلیل برای گپ زنید ما شنویم که در تاجیکستان حقیقت پیشرفت ها هست و در این باره گپ میزده که تنقید میکرده که حتما گویم که این گونه برادرها ثابت کردن به ما که در اینجا همین قدر کمبودی هست ولی این قدر پیشروی هم بوده است. برادران به ما ثابت کردن از داخل تاجیکستان بگوییم. معلش برادر عزیز تمام. حالا استاد شوکت یک سوال دیگه کنم به فکرم هست در همینجا یک سوال دیگه دارم. بفر نیست رفتن. خدا خور ذلیلت کنه به شرف. زنگ اومده شده به فکرم همون است. یگان چوپلوس بیا من همین سوال ما بتم دیلم خنک شوه به شرف بیام تو. مالش واتساپ برداشتیم. الو شما ما رو قطع کردید. سوال ما برادر چنین است گوش که مرا چرا که در خانه ها نکاح کرده من شده است همین سوال جواب میدادی.
گوش که برادر عزیز من در سوال میکنم همین یگم دولت را بین که بنظام همین دولت پیش میره اینا مرحمت افغانستان همین میگفته که خود در خانه نکاح میکنه در خانه 5 زن میگیره 4 زن میگیره در خانه زن مجازات میکنه همین خیلی چیزا و ترکیب این دولت داری در شما برادر چرا افغانستان کار نگی ما مسلمانیم برادر یک دو سخن صبر کنید گپ سوال داده درست برادر عزیز تمام برادر عزیز خواهش میکنم صبر کنید اکنون گپ زدید درست است وطن چی میگون در روسی یک چی هست свобода без ограничения это беспределье درست میگید آزادی است لیکن آزادی باید یک حدود خودش را داشته باشد یک کشور باید نظام خودش را داشته باشد درست میگید من به شما طرفدار هستم در تاجیکستان نظام نه برادر عزیز حقوق پایمال کنی رفته ایستاده است حقوق کنستیتوسیونی شهروند پایمال شده ایستاده است مردم تضییق فشار دیده ایستادند بیگناه زندان شده ایستادند برادر این نظام نیست این به نظامی این بیبندگاری است این سوء استفاده از منصب است برادر عزیز اگر مثلا گفتیم نظام یک نفر جنایت کرد جنایتکار را ببر در پیش ژورنالیستان روزنامه‌نگاران وسایل اخباری عامه در پیش مردم گناهش را جنایتش را ثابت کن بر زندان کنی یگان کس ضد نیست لیکن اکثریت منافعه های سودی پشت درهای بسته میگذارد حکومت نمیتواند یک نفر را که مجرم حساب میکند گناهکار جنایتکار میداند نمیتواند در پیش محضر عام چه خیلی که قانون معین کرده است در حضور روزنامه‌نگاران نمیتواند گناهش را ثابت کند بدون جنایت آن را برده زندان میکند برادر عزیز این نظام نیست این بی نظامی است این سوء استفاده از مقام منصب است سوء استفاده از همون مقامی که دارد جایگاهی که دارد سوء استفاده کردن است برادر عزیز این نظامداری نیست نظام چیزی دیگر است نظام گفته همان را میگن که قانون عملی شود شما تصور کنید از گفت سرقانون جمهوری تاجیکستان از قانون‌های امروزه تاجیکستان گپ پیشوای ملت بالا می‌ایستد این قانونمندی این حقوق بنیادی نیست این بی حقوقی مردم است برادر عزیز برای همه شما درباره نظام وقتی که گپ بزنید به این چیزها سرخم روید در تاجیکستان نظام نیست بی نظامی موجود است برای چی برای اینکه مردم نمیتواند بخیزد از حقوق خودش دفاع کند وقت شما تصور کنید که یک حقوق شناس یک شعر را خوانده به خاطر یک شعری که خوانده است 5 سال پشت پنجره زنده شد مگر همین نظام است اکا من قطعا صحبت کنم یا دقیقه مالا شما گپ شما را گوش کردم شما مرا سخن یک آدمی دیخون من گپ زدم دیخون چکو میکنی در اینجا دف شما اینجا برا مالا خواهش میکنم همین من دیخون نگوین دیخون به خدا زوم کرده این خیلی گام نمیزنه دیخون میدانی که با سخته ایستاده است طرف حکومت دروغ نگوید در داخل تاجیکستان در داخل تاجیکستان گوش کنید یک دعوت ترنم برای اینکه جنایتکار طبق قانون جزا نمی‌کنه بیا من گپ زنم برادر من برادر گپ زنم من گپ زنم یک دعوت ترنم جنایتکار طبق قانون جزا می‌دهند در تاجیکستان طبق قانون نه گاوسود میکنن در تاجیکستان نه این فقط نقطه نظر بدبینی است برادر عزیز از نقطه نظر بدبینی چه خیلی یک نفر پیر خونده پاک فرما شد چه خیلی یک نفر به یک قول مخالف لایک مونده میسال فرما میشود این بندگاری است این بندگاری رحمان شهباز کارمند گمرک زندانی نکرد جنایتکار بود من شما را میشناسم تاجیکستان میدونید که کتل وقت به نظام بود برای چی رحمان شهباز کارمندی سری دولت اومدن اون وقت به نظام شید سال 2000 ما شما به نظام کردین این جمعیت تاجیکستان 8 میلیون شما یا 100 نفر از کشور بیرونین 9 میلیون در کشور این حیوان دخشای همه جا اگر دولت به نظام باشه آدم خری میشود
دولت شما دیدگی که جنایتکار میبرن در پیش تلویزیون پیش روزنامه او تحقیقات میبرن میسنجن شاهد جنایت شد صدها تا ملی سر سود میکنن سود میکنن پرکرور سود میکنن در نزد قانون همه برابره. شما میگه که او یک شعر کی میگه که برای یک شعر خوندن این شما ای کجا میدونید که او را برای چی سود کرده یعنی شما هر یک چیز دسترسی نکنید مالش طرف سفید طرف سیاهش هم ببینید مالش یگان کارکنی حکومت سود نمیکنن یگان کارکنی مثال دولتی را سود نمیکنن ایرا چی وانه میگین شما دلار نتیجه سود میکنن این کارش ما یک وقتا مثال با شما را گوش میکنم نه که تحلیلای نادرست میکنی اکه شوکت تحلیلات نادرست است دولت به نظام باشه و دولت خاوس میشود دولت نول میشود. بله درست میگید. رئیس شهر کلوب یکی از نماینده‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی بود. همین دوستی کرد همینجا ترمز کنید همینجا صبر. رئیس شهر کلوب بهرام عنایت زاده پاموش های دزدی کرده رستم جان با فرمان رستم جان فروخت آشکار شد بعد به جای آن که رستم جان برند برده سود کنن ترمش کنن عنایت بهرام زاده بردند. شما ما همین فهمیدم که شما یگام جنایتکار باید در نزد قانون جواب نده. جواب بگوید. شما نگاه کنید. شما صبر کنید برادر. ما گپ شما گوش کردیم. بله. برادر عزیز ما شما گوش کردیم. بسیار خوب تشکر به شما که اینقدر دلسوزانه گپ میزنید. تشکر به شما. تشکر به آنهایی که شما را اینجا پیاده کردند. اما گوش کنید برادر عزیز. درست است که باید دولت نظام داشته باشد. درست است که دولت باید نظام داشته باشد. انا همین مناسبت امروزه جمهوری تاجیکستان به نظامی است. ببینید شما گفته ایستادید که شما از کجا میدونید که او فقط شعر نگفته است دیگر کارها کرده است آنجا تحقیق شده است تحقیق برده شده است و ها کذا. برادر عزیز اینجا باید پروکراتوری جمهوری تاجیکستان و مرافعه سعودی باید آشکارا در پیش وسایل اخباری عامه بشود. طرف عیبدار کننده که حرف خودش را بگوید وسایل اخباری عامه گوش کند. طرف سفید کننده ادوکات باید حرفای خودش را بگوید. گناهکار شونده بگذار گپای خودش را بگوید. مرافع سعودی در نزد وسایل اخباری عامه در آنجا اگر یگان سکرت دولتی سری دولتی نباشد اگر باید مرافع سعودی آشکار مردمی بگذارد آزاد بگذارد. فقط مرافع در تاجیکستان پشت درهای بسته میگذارد. بعد چی شد چی ماند آنجا کی گناهکار کی بیگناه دانسته نمیشود. بعد شما میگید که از من که 4000 کیلومتر از تاجیکستان دور هستم یا 5-6 کیلومتر میپرسید میگید که شما میدونید آنجا چی کارها شده است. آخر همین حکومت وقتی که چی کارها شده است در پیش محضر عام نگذاشت دلیل حجت هایش رو عمومی نکرد انا همین خیلی گمان ها پیدا میشوند و سبب همین خیلی گمان ها پیدا شدن همین بینظامی حکومت است. ناعهده برای کورنشایمی حکومت است. خب اگر همین حکومت جمهوری تاجیکستان مرافعه های سعودیش را چی خیلی که قانون طلب میکند انا همین خیلی طبق قانون گذراند این خیلی گپا پیدا نمیشوند. یک طرفی مسئله. طرف دیگری مسئله همین است که برادر عزیز وقتی که شما گپ زده استودید من یک دهقان گفته گپ زده استودید ببینید یک دهقانان تاجیکستان همون همکسبان شما که دهقان هستند زمینشان سوخته دودش به فلک برآمده ایستاده است. زمینشان سوخته دودش به فلک برآمده ایستاده است. دهقان در همین حالت میگوید تاجیکستان آباد شده ایستاده است. من آباد شده ایستادم میگوید دود دهقانش به فلک برآمده ایستاده است. همین چشمش هم میپوشد میگوید که نه تاجیکستان خوب شده ایستاده است گل شکفته ایستاده است همه جا سرسبز خرم است من همینقدر من حاصل گرفتم میگوید نمیتوند این گپ رو گفتن دهقان. از این میبرد که شما دهقان نیستید. برادر عزیز برای همین آزمون یک نفر دهقانه که دهقانش سوخته رفته ایستاده است آب نداره از زمین هایش به صحرا تبدیل یافته ایستاده است از نام و دهقان گپ نکنه خواهش میکنم. این طرف نوبتش تمام شد.
برادر تاجیک 98 به شما اینجا برادران سوال داده بودن، اگر شنیدگی باشید به سوالشون جواب دید، نوبت به دیگران میگذارونید. اکای شفقت جان یا رقمون من همین تاجیک 98 بگم برای سوال دادنش که شما از کدام طرف فینانسیر ود میشوید، من همین را جواب بگم. اکا اجازه جوابش بگم. سوال را به من دادن دو؟ من خودم جوابش میتونم. مالش بفرمایید. تاجیک 98 ببین برادر که از طرفی که از طرف یگان کس ما در این دولت‌های اروپا ما کار میکنیم. آیا داد نبروری را تو که در روسیه کار میکنی، ما هم در این دولت‌ها کار میکنیم. در روسیه آبی تو با پول است. میکنم اثر بدارم و گوش ما صدا 2 نفر است. صبر گابزن ببین برادر که در این دولت ما زندگی میکنم، دولت نروژ است. آب به پول، سویت به پول، راهگیرا به پول است. اینترنتش در تمام شهری که ما زندگی میکنم به پول است. از کدام طرف سرمایه گذاری کدام میشود؟ به پول است. چی دروغ بگم؟ اترا کی فینانسیر ود میکنه که تو اینترنت میخری یا سوالی فکر نکرده داده استی برادر؟ برادر تاجیک 98 بفرمایید. و سوال ما برادر تاجیک 98 فکراتون رو جمع کنید. از همه خواهش میکنم که بیایید در یک فضای همدیگر فهمی بحث کنیم. سوال از من شود. سوالی بحث از من شود. من راضی. بفرمایید. سوالی بحث از من شروع شود. مالش بفرمایید. خب این قدر روزی 10 نفر در لایف جمع شدند، یعنی اشتراکی لایف، و چند ها نفر در کامنتاره. نقطه آخرینی که شما میخواد به نقطه برسید، یعنی شما ما فکر کردم و تصمیم گرفتم که شما یک گروهید، یعنی گروه هم نباشد اساسات، یعنی که با فکران شما یک متحدید. با کی؟ بوکی؟ شما و کسانی که شما رو دستگیر میکنن هم در کامنتاره هم در لایف، یعنی در پخش مستقیم. و نقطه آخرینی که شما میخواید به نقطه برسید، یعنی توسط استعفای حکومت فعلا، توسط انقلابی که شما میخواید بکنید، و نقطه آخرینتون چین هست و با کدام سیستم میخواید پیش برید؟ سیستم شریعت که مثلا 1400 سال پیش اختراع کرده شده بود، یعنی یا نوشته شده بود که در حوزه عین حال او استفاده شده با یک سطح رسیدنش خیلی مشکل است، یعنی با طلبات امروزه شریعت هیچ جوابگوی نیست. بله. این باید مدرنیزاسیون شود. دین زاست که نمیشود، این سیستم باید عقب را و در شهر لازم نیست دوامش. دموکراسی که سیستم حوزه بهترین هست، باید که در هر یک دولت، یعنی او دموکراسی آزادی هر یک نفر رو، مثلا من مسلمان هم نباشم، آزادی ما رو با یک چی گویم یک بها و یک ارزش میدهد با آزادی ما. و اگر شریعت شود، دیگر شخصان دیگر دین و با سیستم زندگی کردن نمیتونه. تاجیکستان که سیستم دولتش سکولار است، یعنی که با شخصانی که به هر یک عقیده هستن میتونن زیست کنن در اونجا. و روسیه‌اش نمیدونم از یادم رفت چی بود. من اینجا کم تشویش دارم، چون که هم از طرف حکومت تاجیکستان میتونه به ما خطر بیاد و هم از طرف دیگران. نقطه آخر شما چیست و با واسطه کدام سیستم شما میخواهید برید و با دستگیری کی ها؟ یعنی دولت حکومت ایرانی که حزب نسب رو دستگیر میکند، یا عربستانی که حزب نسب چیز سرمایه گذاری میکند؟ این مومنت ها رو ما میخوام بفهمم و معلومات گیرم درباره این. تشکر. برادران عزیز، با این سوال شما جواب میکنم. خواهش میکنم در مبین صحبت گپ نزنیم. این برادر به چند چیز اشاره کردن. یکم گفتن که شما اگر حکومت رو گرید از روی شریعت کار میکنید، یا که چیز دیگر، یا که سیستم دنیوی رو پیش میکنید و هکذاها، و شما و این کار را با پشتیبانی که میکنید با ایران میکنید که از شما پشتیبانی میکند، و با پشتیبانی عربستان سعودی میکنید که شما رو سرمایه گذاری میکند. برادر عزیز، من همین جا تا همین گپتون با این امید بودم که یک نفر طول چند مدت است که یک نفر برادری باسواد فهم صرفا میرفتگی از سیاست
اینجا حرف زده ایستاده است، همین جا اومده تربوز رو از بغلم غیرونیده. چرا؟ برای اون که برادر عزیز جایی که ایران پشتیبانی میکند، عربستان سعودی سرمایه گذاری نمیکند. این دو کشور هر دویش به همدیگرش مقابل است. جایی که ایران پشتیبانی میکند، عربستان سعودی سرمایه گذاری نمیکند. این رو باید دانسته باشید. و همین جا شما کلا خطا کردید. در همین جای گپتون کلا خطا کردید یا اینکه خطا نکردید. عربستان سعودی من اساسات دینی اسلام من گپتون رو نبریده گوش کردم. نفرور وای بولو برور چی برور وای بریم با برور بولو با همجا بولو برور مردم بینات شه. نگاه کنید وقتی که در همینجا دو کشور مقابل با هم سیاستش مخالف با همه میبرید میگید که پشتیبان یک حزب است. این گپتون نادرست است. یک چیزی دیگر برادر عزیز، من حالا در تاجیکستان طرفدار آن هستم که انمی قانونهای مربوطه تاجیکستان، قانونهایی که بجز همون قانونهایی که انمی رهبریت کشور به خاطر منفعت شخصی خودش آن را دیگرگون کرده است، گستاخانه خودسرانه قانون را به خاطر در سر کرسی موندنش دیگر کرده است. مثلا سرقانون تاجیکستان را چند بار دیگر کرده است. انا همین قانون ها باید به جای خودش برگردن. یک نفر سر قدرت آمد باید مثلا گیم 2 نوبت 7 سالمی، 2 نوبت 7 سالی، 2 نوبت 5 سالمی، 2 نوبت 5 سالی، 2 نوبت 4 سالمی بگذار 2 نوبت 4 سالی یا 1 نوبت 5 سال یا 1 نوبت 7 سالمی بگذار در همین جا خودش را نشان بدهد و به این ملت راه را باز کند که دیگران هم قوهشان را بسنجند. حاضر ببینید همین رهبریت کشور امام علی رحمان بگذار گفتیم که او چقدر به تاجیکستان خدمت کرده است. درست اگر خدمت های امام علی رحمان را نادیده بگیریم چشممان کور می شود. درست است خدمت کردگی است. لیکن ببینید اما من خدمت کردم گفته حق تصرفی یک منصب دولتی را ندارد. از منصب سوء استفاده کرده، از مقامش سوء استفاده کرده. میدوند که گپ اول گپ او است، از گپ اول گپ او بودنش سوء استفاده کردنش این جنایتش است. عین حال امام علی رحمان جنایتکار است. سوء استفاده از مقام منصبش چندین مراتب سرقانون جمهوری تاجیکستان را دیگر کرده است. به قانونهای مربوطه تاجیکستان چندین مراتب دیگرگونی آورده است. در آنجا صبر کنید، در آنجا یگان منفعت مردم نیست بجز منفعت عائله رئیس جمهور. شما نگاه کنید حالا در همین جا بس میکنیم از منپولی کردن مالکیت دولتی از طرف عائله گپ نمیزنیم. تمام همینجا تمام میکنیم، فقط به سوال شما میگذاریم. در همین حال برادر عزیز مقصد ما این است که حکومت مردمی شود، پارلمان مردمی شود. شما چند درصد کفالت میدهید که در پارلمان کشور چند نفر خودشان آواز مردم را گرفته در انتخابات مردمی انتخاب شده در پارلمان رفته نشستند؟ یگان نفر همین پارلمان 63 نفره که در پارلمان نشسته است یگان نفرش انتخاب نشده است، پیشکی او را تعیین کرده اند. در این حالت شما نگاه کنید در این حالت آیا کشور پیش می رود؟ پیش نمی رود. شما نگاه کنید در همین کشوری که رئیس جمهور پیشوای ملت جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت رئیس قشونهای ملی یعنی سرفرمانده قشونهای ملی و هاکذاها، شما نگاه کنید صبر کنید من تلفن نشون ندید، صبر کنید. در همین اکنون نگاه کنید در عوضش رئیس مجلس ملی دویم نفر کشور پسرش است، سوم نفر کشور دخترش است. هم نگاه کنید بانک ملی در اداره خودشون است، دیگه بانک ها آریان بانک در اداره خودشون است. تمامی فراز همه بیزنس تجارت تاجیکستان کندنی های فایده ناک تمامی چی تاجیکستان در خودشون است. در همین حالت این نشانگری چی است؟ نشانگری اون است که امید مردم را از بین بردن. مردم دیگر برای رشد خود امید ندارد. از همین حالت پست، از همین حالت قطاری، از همین حالت مرچگی به بالا امید ندارد.
حالا در تاجیکستان امید پرزیدنت شدن از بین رفته است. بله اول انکنون امید رئیس مجلس ملی شدن از بین رفته است، رئیس دستگاه ملی شدن از بین رفته است، رئیس مثلا بانک و مشغول شدن به ساحه اویاسیونی از بین رفته است. همه این امیدها، امید رشد کردن در کشور برای متخصص از بین رفته است. برای همین ما چی میخواهیم؟ ما میخواهیم که همین امید به مردم برگردانیده شود. مردم صبر کنید، همین امید به مردم برگردانیده شود. دیگر رئیس جمهور حق دائمی انتخاب شدن، ما که کشور شاهنشاهی نیستیم، ما که کشور اولادی نیستیم مثل عربستان سعودی. ما به مردم حق بدهیم که یعنی بر رشد کردن امید ببرد، امید ببرد که پرزیدنت هم شده میتواند، رئیس مجلس ملی هم شده میتواند، امید ببرد که مردم رو انتخاب میکنند، امید ببرد که در تاجیکستان آزادانه استحصال کرده میتواند، امید ببرد که در تاجیکستان آزادانه صاحب کاری کرده میتواند. این امید به مردم برگردانیده شود. ما انا همین قدر خواهش داریم و انا همین قدر برنامه داریم. حاضر همین حال حاضر فکر ما این است که اندیشه ما این است که به مردم آزادی رشد داده شود، تاجیکستان پیش می رود و ما به این باوریم که عین حال در تاجیکستان به مردم حق آزادی رشد کردن داده نشده است. همین قدر است برادر عزیز. امیدوارم که شما در همین چند حرف ما به سوالهای خودتان جواب دادید، اما من به این باورم که امید میبرم، لیکن به این باورم که حالیم در همین حالتم شما هرچند میفهمید این چیز رو میدونید، همین قدر گپ زده ایستادید، به یک معیار فهمیش دارید، به یک معیار معین، به یک معیار محدود فهمیش دارید. من به این باورم که از روی همین فهمیشتون علاقه درک میکنید که همین سیاست های تاجیکستان خطا است، سیاست های رهبری تاجیکستان خطا است، میدونید همین چیز رو. اما شما پایبند هستید آزادانه فکر کردن به قدرت دارید، لیکن آزادانه فکر گفتن به قدرت ندارید. انا برای همین مشکل شما همین است برادر عزیز. اگر وقت شما چی خیلی که آزادانه فکر کرده به ما گپ میزنید، همین فکرهای آزادی بیکردگیتونه از یک تلویزیون دولتی طلب کنید که به من راه کشا مثل مخالفی من چند فکر آزاد دارم گفتید و تلویزیون دولتی به شما یک میدان آزاد داد و شما این خیلی فکرتون رو برآمده آزاد گفتن توانستید برادر عزیز، ما حتما رشد میکنیم، ما حتما پیش میرویم. تا این حالت پیش نمیریم برادر عزیز، من به شما خیر خوش میکنم، نوبت رو به دیگران میدیم. اگر شما راضی باشید، نباشید اگر یگون حرف دیگر گفتنی باشید بفرمایید، من شما رو نمیبرم. آخرین بار همه قدر حرف زدید، غیر از تنقید و تقلید حکومت شما خود به خود سوال دید که بس کدام سوال ما شما جواب دادید؟ نه نقطه، نه سیستم، نه واسطه که شما میخواهید که در حکومت رو مثال به نظر خود ببینید یا که کمک کنید. برادر همینجا خطش تو آوازه بکش، همین آوازه بکش برادر. نقطه سیستم چی گفته ایستاده خودت؟ من به شما درست کرده گفته ایستادم که من به شما فهمونده ایستادم که سیستم باید سیستم مردمی شود. همین سیستم مردمی نامش دموکراسی است برادر عزیز. سیستم باید سیستم مردمی شود. همین سیستم نامش دموکراسی است برادر عزیز. ما چی گفتنی گفت؟ حکومت مردمی شود گفتم. چی گفتنی گفت است؟ من هم تو یعنی به تو گفتنم بگم که باید دموکراتی باشد، همین خیلی گویم بعد قناعت میکنی؟ من گفته ایستادم که باید به مردم حق داده شود، حکومت باید حکومت مردمی شود. همین قدر درک بس است که اگر حکومت مردمی چی گفتنی گپ است، به سوالتون جواب میگیرید که یعنی حکومت مردمی یعنی چی؟ یعنی دموکراتیه. همین رو نمیفهمید که حکومت مردمی یعنی چی گفتنی گپ است؟ خب فهمیدم شما یعنی این شما دموکراتیه. نسیم دولت بفرمایید. سلام علیکم آقای شوکت. بفرمایید. آقای شوکت درباره پیشروی هم یک تاش گپ زد. خب این اینجا موضوع در شهر مسکو هستم، این بیناهایی که میبینه
یعنی بیناهاش همش سال 2014 همینجا یک خرابزار بود، یک جای بود که خراب بود، یک ایرپورت کهنه بود همینجا، یک جای خرابه بود. ببینید که در بین بگیم که 6-7 سال همینجا هم رشد کردگی هستن که باور کنین یک جای استراحتگاهی به نهایت خوب است برای مردم. و درباره این برادر که حاضر گفت پیشروی و استفاده چی کرد، همون 4 بینایی که در دوشنبه ساخته است بک صبور فکر میکنه که همون 4 بینا قطعی ما پیشرفت کردیم و خدا قسم او بینا را 10-15 سال بعد بیاین بینین، بعد میبینین که تقدیر او بیناها چی میشود. در زمان شوروی وقتی که در تاجیکستان داما را ساختن بیناها را، تا به حال مردم در درونش زندگی دارن. 10-15 سال بعد همون بیناهای بک صبور را میبینیم که چی میشون. بعد درباره مقصد بعضی هاش میگن که در تاجیکستان آزادی است، خیلی است و خیلی است. باور کنید اگر همین کسی که حقیقت گفت در تاجیکستان سخن کرد از حقیقت، او خائن است، خیانتکار است و او باید زندانی شود. و مثل همون برادری که به همین نزدیکی یک ادوکات بود، حقوقشناس بود، زندانیش کردن. و همین روز با در رادیو آزادی تماشا کردم، یک مولوی یزغلامی را هم زندانی کردن. همین روز زندانیش کردن با برادرش. و خدا قسم مردم پامیر، مردم یزغلام، مردم ونج، مردم تاجیک، همه کلابی و همه باید که ما یک جا باشیم، از یک گریبان سر براریم و آزاد کنیم، خودمان آزاد کنیم. و خدا قسم ما خودمان زندانی ببند کرده ایستادیم. یک نفر 30 سال است که پیشوای و اساسگزار رو نمیدانم هر چی که خواستند برای ما معرفی کردن، ما هم قبول کردیم. این خیلی نمیشه اگر که ما مردم پرزیدنت انتخاب کرده باشیم، ما برای خودمان یگان شاه ابدالابد انتخاب نکردیم، یگان نفر انتخاب نکردیم که او باید ما را سرکوب کند، او باید که یعنی صاحب اختیار ما باشد. ما پرزیدنت انتخاب کردیم که خادم ما باشد، نه اینکه او بالای سر ما را سرکوب کند و بگیم که صاحب ما باشد. برای همین برادرها وقتی که صحبت میکنه، از همین یک برادری که بسیار ادبی را خشرو گپ زد، فکر میکنم که از من هم بسیار فهمیشی خوب دارد. اگر تو فهمیش داشته باشی برادر، کر و کور نباشی، همین سیستم امروز که ما در تاجیکستان داریم، همین رژیم امروز را یک بار نظر بکن. رژیم خانوادگی است، یک رژیمی است که فقط خش و تباربازی، فساد، فیسق و فساد است. همین رژیم برای همین آدم میفهمیدگی بس است که همین یک رژیمی افلاس است، یک رژیمی بگیم که کثیف و پلید است. برای این برادرها یک بار فکر کنید، از من هم با سوادترین میبرین یک چیزایی میگن که اسلام و فلان و بسمدان. هیچ کس نمیخواد که تاجیکستان اسلامی بکنه، همه با سطر و حجاب باشن. ما مردم میخوایم، ملت میخواد، این حزب حرکت های هستن، همه اینا میخوان که در تاجیکستان دموکراتیا باشد، عدالت باشد. چی گپ است؟ به خدا قسم نگاه کنید، من 2 سال کار کردم، رفتم در تاجیکستان بازور یک آپلی، همون خجبگ میگن چی میگن، همخیلی را بازور خریدم 13000 تومان. خب اینا ماشین من ببینید، در 6 ماه من در روسیه 96 سال ماشین من در تاجیکستان، امروز ماشین من 2014 همانه. 2014 من در 6 ماه خریدم، 315,000 روبلش خریدم. خب فرقیت ببینید، پیشروی را در اینجا ببینید که یک مهاجر میاد و چی کارا مشغول است امروز. پیشروی مهاجرا را ببینید. شما از اون پیشروی که در تاجیکستان میبینید، او یک پیشروی نیست، او را پیشروی گفتن نمیشه برادران. برای همین خودتون کر و کور و گنگ نگیرین، حقیقت ببرین گپ زنین. هیچ کس شما را قد نمیکنه، حقیقت فقط باید گفته شود. امروز حکومت تاجیکستان یک حکومت خانوادگی عائلوی است، مردمی نیست. حکومت قرقیزستان ببینید، حکومت مردمی را که پرزیدنتش، سروزیر، همه کارمندای منصبدارا که هستن در بین ملت هم، در بین مردم هم. پرزیدنت ما چیکار میکنه؟ 1000 اخران و تلخرانی تا کتی با یک ناحیه برای یک ولایت سفر میکنه. همین از آزادی، همین از پرزیدنت مردمی، همین از حکومت مردمی. والله قسم اینا یک خائن و خیانتکار هستند. اگر ما مردم متحد نشویم و این خائنان را از بین نبریم، آهسته آهسته ما همگی کلا از بین میریم. مردم تاجیک ما تا به حال ملت نشدیم، ما مردم تاجیک تا به حال ملت نیستیم. ما هم فقط قوم به قوم همدیگر را جدا کرده ایستادیم، کلابی و غرمی گفته. برای همین مردم آزادی به همه همون پلید زکلوچانی میگن چی میگن، به همه همون آزادی، علل خصوص به عزت امان. برادران بی‌طرف نباشین. تشکر. زنده باشین. سلام علیکم. نبات به MVD
کنی MVD کجا شد؟ MVD رفت، همین که نوبت شما رفت. رستم سلام علیکم و رحمت الله و برکات الله. سوزی اکی شبکت سلامتی خوب است. تشکر با شما. من صحبت کردم دم قطعا همون چوپستوی همون دولت قطعی صحبت کردم دم که نمونده صحبت کنم. چوپلوس نگن برادر عزیز، اون چوپلوس نیستن. خیلی بگذار در یعنی طرفدار حکومت اونی که در این باور هستن که واقعا تاجیکستان بگذار در چی فرق داره؟ خیلی گپ قوی گفتنی بدم خیلی برادر گفتنی نیستم. مثلا اگه سازنده گفتنی باشه بفرمایید برادر عزیز رو گوش میکنیم. همین برادر که نه یک برادر درآمد گفت که شما وقتی دولت گرفتید چه خیلی دولت میشود دموکرات معناش خودش نمیدونه چیه. دولت تاجیکستان از دموکراتی است، نه که دموکرات در اونجا نیست، در اونجا از غلامداری است. رنگ غلام چه خیلی هست در اویلای رحمان همه را به دست گرفتگی آدم در تای دست او کار میکنن. او برادر که دهقانم گفت که همه را در گوشه کدام دولت باشه ترمه میکنن. داماد رحمانوف خسروبچه رحمانوف شهریتوزا بازارش گرفت، روی روز در یوتیوب هست، میگه که نامرد باشه زنده باش میگه. چون اینا نمیبینن دامادش بازار قرآن تپه گرفتگی مثال دخترای میبره تجاوز میکنه، چی باید هیچی نمیگه، ترمه نمیکننش. او انا میشه سوال میدادم شون برای چی کار نمیکنه. مثال من یا شاهدی هستم که برادر در قرآن تپه لیواکند حاضر است، همو خش تبار همو دامادش مسلبوی که روان هست، مسلبوی که روان هست همونجا نه پلیس سوید میتیا پنج تا مسلبوی که روان در ماتورو چانقای ولد کور در یک چانقای کار میکنن. مثال خلق آرنده میگیره همونجا را نه پلی اومده نه پلی نالوگ میگیره، یگان چی پلی نمیتیه، همش در جیب خودش میروه. یگان آدم نه میلیشیا حق داره اونجا، نه یگان کارکنی دولت حق داره که اونجا درآمدن در برادر. اونجا را من بعد چشم خودم دیدگیم، بعد چشم خودم رفتگیم اونجا برادر. افسوس که حاضر نیستیم در تاجیکستان نیستیم، نه که بعد چشم همین چیزا را دیدگیم. آدماش هست که مثال خش تبارش هست که قمار میزنن، چوبا ایورا هیچ نمیگم. مثال این برادر گوش کن، آنا که برادر گوش کن که من قطعی گپ زدن نمیدونم برادر. میگه سعودی عربیا، میگه سعودی عربیا با نام اسلامی، نه که اسلامی نیست اونجا برادر. اونجا رنگ همین تاجیکستانی ما اپوزیسیونش میگیره میکشه. روز اینه که تشکیلاتی که هر چیزی که کمک میکنند به دین اسلام و به چیزی که با اسلام تعلق دارد، این ارگانیزم یعنی تشکیلات همش یعنی برادر ما برادر اول یوتیوب رو خودش حکومت عربستان ما نگفتم. 98 یوتیوب رو شما از ما رو تحقیر کرده، به من صدا بلند کردید، با یک نفر قناعت دادن نمیتونه. شما با 9 میلیون نفر سر کار میکنه قناعت میده؟ کنی و برادر جرأت شما بلند کرده بود. برادر رستم کجا شد؟ میشنوم. برادر عزیز، نفره که گفتید به ما صدا بلند کردی، به فکرم از شما مفهوم کلمه سیستم رو میفهمید؟ سیستم نگوش شما. این یک طرز بی‌سوادی است که با یک کسی یک آواز بلند کنید و تحقیر. برادر عزیز حالا صبر کنید، حالا یگان نفر به شما صدا بلند نکرده است. افیر دما ثبت شده است. خواهش میکنم برادر عزیز، در اینجا حالا وقتی که شما 9 میلیون نفر به زبان گرفتید، این رو هم دانسته باشید که در بین این 9 میلیون نفر بلند گپ زدگی هم هست، پست گپ زدگی هم هست، یعنی شما رو گوش میکردگی هم هست. صبر، شما رو گوش میکردگی هم هست، شما رو گوش نمیکردگی هم هست. بله این رو ببینید. اما شما نگاه کنید، وقتی که ما از جمهوری تاجیکستان تنقید میکنیم، حالا تنقید کرده ایستادیم، شما نگفته ایستادید که شما این تنقید هایی که کرده ایستادیتون دروغ است. فقط گفته ایستادید که برای چی؟ چون ما خبر دارم از حقیقت. حاضر صبر. فقط گفته ایستادید که برای چی در برابرش پیشروی ها رو گپ نمیزنید. بله. ما سوالم از این بود با کدام طرز در حال من شوکت بیاد من پیشرویش گفتم این ویدیو رو خاموش کنید. وقتی گپ سخن دادیم برآمد رفت.
اکنون به گپ در اومد. شما نگاه کنید برادر عزیز، وقتی که ما گفت از کمبودی های حکومت گفتیم، شما نگفتید که دروغ گفتیم، فقط تنها گفتید که چرا از پیشروی هایش ذکر نمیکنید. بله، در حال من گفتم که من این ملاحظه شما را قبول دارم. در حال نگوید وقتی که برنامه تمام می شود حرفای مرا گوش کنید، از نو مانید یوتیوب را حرفای مرا گوش کنید. من در حال گفتم که این ملاحظه شما را قبول دارم. اما نگاه کنید برادر عزیز، شما در سخنرانی حرف نابوده، دروغ ناسنجیده میگید. در چگونه با کدام دلیل ثابت کرده میتوانید که من یا که کسانی که با من هستن از عربستان سعودی کمک میگیرم؟ گپی ناسنجیده. مثلا یک دفعه حاضر مرافی سعودی رفته شده است، فرض کردیم مرافی سعودی رفته شده است. حاضر من به شما سخن میدیم، فرض کردیم حاضر مرافی سعودی رفته شده است، باید به خاطر آن که من از یک کشور خارجی اگر همین جرم باشد از یک کشور خارجی کمک میگیرم، این رو باید شما دعواگر هستید، شما به ثبوت رسانید، یعنی ثابت کنید. ببخشید، یعنی ثابت کنید. حاضر من به شما سخن میدهم، شما همینجا ثابت کنید که من از ایران یا که از عربستان سعودی کمک میگیرم. مرحمت بر شما. سوال میکنم که شما چون گفتید که شما طرفدار حزب نهضت اسلامید و من نمیگم که من فقط دلیل دارم و من مطمئنم که به واسطه شما از همون طرف پول میگیرید و بیشتر که لازمه حاضر اکنون صبر. همین مطمئنم در مرافعه سعودی من با جواب دادن حق ندارم. برادر عزیز، شما مطمئنم در مرافعه سعودی دلیل بوده میتواند؟ شما نمیمونید، نمیگذارید من به سوالتون جواب دیم. بسیار گپ زدید. میبندید شما. حزب نهضت اسلامی به واسطه از ایران سرمایه گذاری کرده می شود و با این از حکومت تاجیکستان دکومنت است. اسناد هست که حزب نهضت اسلام سرمایه گذاری می شود از ایران و حزب نهضت اسلام در تاجیکستان تروریست شمرده می شود، چون که این تمام چیز را تصدیق و دلیل دارد و در بین سازمان بین المللی که مثال از حقوق انسان محافظت میکنه، یعنی حمایت میکند، اگر این اسناد رو نمیداشت او نمیتونست بگوید که حزب نهضت اسلام تروریست است و چون داشت او تصدیق کرد و چون که شما طرفدار حزب نهضت اسلامید گفتید که ما میخوایم به حزب نهضت اسلام پیش شود و چه شک من به خودم چه شک کنم که شما از طرف حزب نهضت اسلام سرمایه‌گذاری نشید. شما که این کامپیوتر دارید، این افیر زدید، این هر چیزی که وقتی خود رو مصرف میکنید، این وقتی که از شب تا روز که در این مصرف میکنید، حتما شما در خونه یک سرمایه باید داشته باشید، حتما باید اولاد اویله شما باید یک نان باید خورند و این کار نمیتواند به مزد باشد، نمیتواند رایگان باشد. تشکر برادر عزیز. حتما یک شخصی است که با شما سرمایه گذاری میکنه. این حکومت آلمان نیست که با حکومت آلمان این چیزا هیچ ربط ندارد و فایده هم نداره. من خوب میشناسم حکومت آلمان رو و سیاست حکومت آلمان رو. من همین قدر دلیل دارم. اسنادی که اگر خواهید که اسناد رو من به شما پیشنهاد کنم، یعنی نشون بدم که کدام وقت از طرف کی تصدیق کرده شده است که حزب نهضت اسلام سرمایه گذاری میشود از ایران و حمایت هم میشود از ایران. این اسناد رو من با الکترون پشت شما روان کرده میتونم. برادر عزیز، همین شما که همین کشور ایرانه رهبریتش هم به همین گپتون هست که رهبریتش هم سیستمش هم گفته خودتون اینقدر سیستم گفته شده، خودی اصولی حکومت دارش هم همشه با یک نول زدید و تحقیرش هم کردید. اینقدر حکومت بی‌فراسات بود است که من یکی از دلخواه تاجیکی طرفدار سیاست جمهوری اسلامی ایران را بپرسید. دلخواه تاجیکی یا که دلخواه نفره که مرا میشناسد بپرسید. این حکومت ایران اینقدر احمق بود است که صبر کنید، اینقدر احمق بود است که من بر این نفری که از همین وقتی که خودم را شناختم و دانستم
ضد انمین سیستم حکومتداری ایران هستم و حتی شما فیسبوک هم نمیخوندید، شما فیسبوک هم نمیخوندید، سخنهای من، حرفهای من درباره سیستم حکومتداری ایران، درباره نظام سیاسیش بخونید، فکرهایی که من در فیسبوک گفتگی هستم درباره ایران. همین نفر با چندین نفرانی هستند که در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در پیمان ملی تاجیکستان، من گپ شما را نبرده گوش کردم، خواهش میکنم، نفرانی هستند که با ایران نیستند. همین روزم شما برآمده اگر رئیس پیمان ملی تاجیکستان محیدین کبیری را گوش کرده باشید، گفتند که هر وقت که تا منفعت مناسبت بین دو کشور ایران و تاجیکستان منفعت ملی هست، ما طرفدار این مناسبت هستیم و هر وقت که ایران مناسبتش را یک جانبه کرد و تنها در این مناسبت فقط منفعت ایران دانسته شد، ما ضد این مناسبت هستیم. از این دیگه سخن نمی شود. این سخن تمام ایران شنیده ایستاده است و اگر مبلغ گذاری میکند او جانبداری این گونه حرفا نیست برادر، این رو دانسته باشید. و نفری که از او قوه ها مبلغ میگیرد این حرفا رو نمیزند، حرفای را شناخته دانسته حساب کرده میگوید که خوجهش خفه نشود، مثل امام علی رحمان که از خوجه هایش احتیاط کرده گپ میزند، همین خیلی احتیاط کرده گپ میزند. این یک طرف مسئله برادر عزیز. جایی که ایران سرمایه گذاری میکند، همین یک بار کتاب خونید برادر، یک بار سیاست سرفهم روید. در بلوکی که ایران هست در بلوک عربستان سعودی نیست. جایی که ایران اون رو سرپناهی میکند اونجا عربستان سعودی نیست. جایی که عربستان سعودی کمک میکند و سرپناهی میکند اونجا ایران نیست برادر. اقلا همین به سرفهم روید. این یک اقلا همین چیز به سرفهم روید. این یک. ما شرکت اسلامی رو میگویم که در عربستان است. ما نگفتم حکومت عربستان. شما عربستان گفتید. حکومتش نگفتم، در عربستان از طرف عربستان. یعنی برادر عزیز گوش کنید، کن گپتون رو دیگر کردید. از عربستان هم برادر عزیز هیچ وقت در یک دیگ هم آش پلاو هم شوربا پخته در یک مهلت نمیتوانید. بله برادر عزیز جایی که گوش کنید مردم عربستان باورمند به عقیده اهل سنت و الجماعت هستند. مردم ایران به عقیده شیعه 12 امامه هستند. این دو باورمندان هیچ وقت در یک چی کمکگری همدیگر نمیشوند، نیستند. و اگر دانسته شود که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از جانب ایران پشتیبانی میگیرد، این رو درست سرفهم روید برادر عزیز. مغز شما رو شستگی، چون دلیل دارم. صبر. این مغز شما رو شستگی هستند. اقلا وقتی که مغزشویی میکنن شما براید از اونجا، وقتی که مغزشویی میکنن شما براید از اونجا مستقلانه آموزید این رو. جایی که حکومت ایران یا که خیلی که شما گفتید مردم ایران، یا که جایی که حکومت سعودی یا خیلی که شما گفتید مردم سعودی کمک میکنند، ایران یا حکومتش کمک نمیکند اونجا رو. برای چی؟ برای اون که اینجا چند چیزهایی هست که شما باید سرفهم روید. این یک طرفی مسئله برادر عزیز. دویم طرفی مسئله این است که برادر عزیز وقتی که شما گفته ایستادید که این حجت ها در مقامات تاجیکستان محفوظ است، این گونه حجت ها جمع شدند و این گونه حجت ها در مقامات هست، اینجا شما ثابت کردید که یک شخص مقاماتی هستید. بله؟ نه. یک شخصی که عادی که نیستید. این معلومات آزادانه، این معلوماتی که در نزد مقامات هست مقامات میدونند. این معلومات آزادانه است که شما میتونید دسترس کنید. گوش کنید، معلومات آزادانه باشد حالا پیدا نکرد شما معلومات آزادانه رو پیشنهاد کنید. شما چیزی رو پیدا میکنید که به نفع خودتون باشد، به فایده نه برادر عزیز، نه اینجا خطا میکنید. برای چی؟ نگاه کنید برادر عزیز نگاه کنید. شما گفته ایستادید که معلومات وجود دارد در نزد مقامات که سرت عامشه یک دقیقه ما سرت مونو
اکثریت مال از ذرات مونید ما نوبت به دیگرون میدیم. رمضان حسینیان بفرمایید. خب سلام علیکم و رحمت الله برادر. من ویدیو ما نکنم که میمره تلفنی من میخواستم همین برادر گفتن یا دیگه برادر که میگن که ایران شیعه سعودی وهابی است ایش دیگه است. اصلا کسی هستن نیستن در اون دنیا. هر یک آدم برای دین و مذهب و نماز خودش جواب میده. دویمش که رحمانوف هم خودش گفتگی است نوارش است که من کمونیست هستم. کمونیستی که تو شیرینشور شو تیمور دیگر مردمی که دیگه قهرمانایی که دولت تاجیک‌ها را ساختگی بودن بردن کشتنشون. دیگه تاجیک‌ها را میکشن، مسجدها را بستگی بودن، هزارها میلیون‌ها نفر مسلمان کشتن. رحمانوف کمونیست است. برای چی ما امروز او کمونیستی که مسلمان کشت، تاجیک کشت، سمرقند بخارا را فروخت او را پیشوا میگیریم. اما دیگر یک کسی که ایران کمک میکنه یا عربستان کمک میکنه از او پرهیز میکنیم. اصلا من خرسند میشم، من شاد میشم که ایران سعودی دیگه دولت مسلمانی با ما کمک میکنه. من ایرا قبول دارم. وقتی که روس کمک میکند، خواهرای ما رو تجاوز میکنه، ما رو میبرد، جمشید روشن کرده، زده مادر و خواهرای ما رو، ملت ما رو دشنا میکنه، ما اینجا خاموش هستیم. هیچ خیلی که شما وطن دوست باشین، پیشوا پرست باشین، چی به پیشوا شما وطن ما رو فروختگی است. من خودم بورخی هستم، بورخی ما رو فروخت، بدخشان فروخت، بخیتوی دیگه جوهر فروختگی است. خود ما رو همه جا چند هزار فویشه داریم در تاجیکستان که شب میبرن در بیرون، در دوشنبه خوجان در دیگر جا کار میکنن. خواهری تاجیک ما است. چی به شما نمیرین گم نمیزنین؟ الکترونی پشت میگین برین الکترونی پشت من روان کنم الکترونی پشت تون که خواهرای تاجیک چه میبرن در دبی، در ترکیه، در اروپا، در روسیه میفروشن. چی به شما اینجا خب میکنین؟ تا که شما رحمان فکر یک خوگ است او را پیشوا میگیرین. نکنه این کارتون برادر. من کوتاه میگم نکنه این کارتون که فردا پشیمون میشه. ما بچه‌ها تاجیک ما دیوانه نیستیم، ما خاموش نمیستیم. روزش میبینیم همتون جواب میگه الکترونی پشت ایسوسون. ما نه چی نهضت چی دیگه گروه سیاسی هستن کارشون پیش برن. یک شانس میتیم به حزب نهضت که چی بگم من حکومت در دستشون میگیره. میتیم ما مردم تاجیکی نگاه کنیم که مثل رحمانوف میکنن یا کنی اگر مثل رحمانوف کردن ایشان میگیریم ما چپا میکنیم. برای انمی حاضر نقشه ما حزب نهضت است که چند دعوای حکومت دارن، ولی ما روزی هستیم که خب حکومت بگیره. رحمانوف نتونست ملت با پستی برد، 2 میلیون جمشید روشن کرد، چورکه کرد. اکنون نوبت به حزب نهضت است. ما طرفدار نهضت هستم. اگر که کدامون مخالف هستین ما کار نداریم با شما. یک طرفیستیم، ما چی گویم که کار ما رو پیش میبریم. برای همین پیشواتون ما مجبور کردن بار نکنه سری ما او را قبول نداریم. رحمانوفا او پیشوای ما نیست اصلا. برای همین نکن برادری گپات پروپاگاندت برومده ایران پول میته اوجا بهترین اگه پول میته کمک میکنه سعودی فرق نداره، امریکا اروپا خوب است، بهترین است. وقتی که روسیه پول نمیته لیکن ما را مثل غلام کردگی است، انا یه روزی بدتر است. وقتی که تانک و توپ که دور اومدن 200-300 هزار تاجیک کشتن روس‌ها همراه رحمانوف پیشواتون، انا این بدبختانه روز است که شما با یادتون نمیبیارین، فراموش کردگین. 100 سال پیش 150 سال پیش تاریختون فراموش کرده شما ابیانومیسیتون. برای انمی خواب کنین زنگ میجازین شما طرفدار حکومت خواب کنین که فردا پشیمون میشین. ما خاموش هستیم، فکر نکنین که همه دولت در دستونه چکنه خواهر و برادرای ما را همه کار میکنه. نمیتونین. ما بیدار شدیم اکنون جواب میگن در نظر من. یک شلقجو هم از کوتاه میخواستم با یا فهمونم. تشکر به شما برادر. یک زنگ از واتساپ. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر شوکت آواز ما رو میشنوید؟ بسیار خوب است حضرتون، بفرمایید. باور کنید یک ماه اخیر با فکرم چندین مرتبه است این برنامه شما رو تماشا میکنم. فکر میکنم که مثال از جناب محمد اقبالی صدرالدین محیدین کبیری ذکاوت و عقل دانش شما خوبتر است. همین من هم سوال دارم هم پیشنهاد دارم. اینجا گپ درباره اون میرود که وقتی که هم برنامه را تماشا میکنی اصلا مثال مهاجرا برآمد میکنن و گاه شخصانی که مثال از جمهوری تاجیکستان زنگ میزنن یک بحث میشود که مثل اسرائیل و فلسطین، مثل که کافرها با مسلمان ها مناقشه میکنند و همین تحلیل های آخر نشان میدهد که هر نفر که از جمهوری تاجیکستان زنگ میزند یک لفظ خوب، مناسبت نغز، یک صحبت آزاد میرود و هر نفری که خب از یک برادر اینجا قید کردن که آنها در گلندی هستند و یک برادر دیگر
در مسکو در اینجا فقط سخنهای درشت سخنهای گپ زده می شود که مثال تحقیرآمیز در اینجا گپ درباره ملت وقتی که شما برنامه رو مثال سازمان دادید آماده کردید خواهش کرده می شود که آداب معاشرت در رفتی برنامه مثال رعایت کرده شود چون که جو درباره گپ شما در بالاتر قید کردید این برنامه را نه تنها مثال خود در مهاجرت 1 میلیونی که در مهاجرت هستن اونها تماشا میکنن این برنامه را مثال ممکن اسم زیادی شهروندان جمهوری تاجیکستان تماشا کنند و یک مفهوم یک منطق از این برنامه باید بگیرند لیکن یک خلاصه به وجود می آید که فقط بحث جنگی بین ملت رفته ایستاده است همون سالهای 90 که ما از سر گذرانده بودیم همون حادثه ها به خاطر می آید برای همین از شما خواهش کرده می شود که هر نفر که باز یک برادر قید کرد که یک چاپلوسا شما درست قید کردید که مثال این درگیج گپ درباره چاپلوسا نمی رود ممکن گپ درباره یک طرفداری ساختی مثال همین دولتداری جمهوری تاجیکستان برود اگر ما چاپلوس بگیریم پس 8 میلیون نفری که در جمهوری تاجیکستان زندگی میکند یا 9 نفر میلیونی که در جمهوری تاجیکستان زندگی میکند همه ما رو ما چاپلوس برآورده نمیتونیم برای همین خواهش کرده می شود که مثال هر برادری که مثال در دولت ها برآمد میکنند آداب معاشرت قطعا رعایت کرده شود یک نفر به یک نفر دیگه پس زده نشود هم برنامه آزاد که هست شما مثال قید کردید که درباره آزادی سخن می رود سخن آزادانه میگن مثال ما یک از همین چند که مثال درباره سرمایه گذاری شما مثال در اینجا از جانب خواه ایران و خواه عربستان رفتید این مثال مسئله دیگر است این رو ساختارها هستن یا اثبات میکنند لیکن شما همون نفر رو یک بار مثال تحقیر رو پس نزدید فقط برادر عزیز خوب میشد که مثال همون نفرایی که حال گپ میزنن که ما میریم تاجیکستان خیلی میکنیم با همین آدمایی که زنگ میزنن یک کس روی اوچت سیاه کردی و بناموسی تی چاپلوسی با همین نفرها آیا دولت آباد کرده میشود برادر عزیز تمام کردید بله تشکر به شما فکرهایتان بینهایت جالب بود من در رفت سخنرانی شما چند کمبودی خودم را نیز احساس کردم و کوشش میکنم که این کمبودی ها برطرف شود اما برادر عزیز بیاید به انصاف بیاید همین برادری که از تاجیک 98 نوشته‌اند گویا که با آدمانه رفتار کرده ایستادند وقتی که شما تمام برنامه‌های من رو تماشا کنید در یگان جاش اگر من از آسمان هم تو از روی تخمینم این برادر تخمینشون رو من مطمئنم گفته گپ زده ایستادند تخمینشون رو ببینید من اگر از روی تخمینم به تخمینم مطمئن شده گپ زدگی باشم شما گویید که بس کنین این گونه برنامه هاید رو برای همین برادر شما حاضر من یگان کلمه گپ شما رو نبرده گپ میزنم درست می بله ببینید برادر عزیز اینجا برای چی مردم حالا این برادر از داخل گپ‌هایشان من که شخص اینقدر جوان این برادر میگفته که نیستم سن سالم هم 43 ساله است و بعضی چیزها رو هم از جهت سخن صرف هم میروم هم از جهت حقوقی صرف هم میروم هم در سیاست کار کرده هستم برادر عزیز این برادر بعضی از سیروشون فوش کردن که دسترسی به حجت های مقامات هم دارند و همین چیزی که وقتی که به شما از تخمین رو من مطمئنم گفته گپ بزنن میتونه من صبر کنم میتونه شما صبر کنید این گپ تخمین رو من مطمئنم گفته گپ زدن رو گوش کنیم لیکن مردم عادی وقتی میبیند که بچه‌ش خوک زده ایستاده است نمیتونه طاقت کرده برادر عزیز مردم اینجا پروفسور رو گپ نزده ایستاده است اینجا دکتر نو گپ نزده ایستاده است اینجا نامزد علم گپ نزده ایستاده است اینجا مردم عادی گپ زده ایستاده است برادر عزیز وقتی که به مردم عادی همین عادی صرفا میرفته که چیزش هم نمیدوند گفته بچهش خوک میپوشیم این بی‌نهایت به مردم عادی علم میکند همین عادی ترین چیزی که مردم صرفا میرد همین رو هم نمیدوند گفته مردم رو فریب کردن میخواهیم نظر فریبی میکنیم نظری مردم رو فریب کردن میخواهیم مردم رو به سوی دیگر کشیدن میخواهیم و مردم نشان دادن میخواهیم که اینها همین خیلی انسانن از دروغ مردم دیده دونسته ایستاده است که این همه گپ‌ها دروغ است و در نزد این مخالفین
در نزد این مخالفین هزارها نفر زندگی کرده ایستادند، همسایگری کرده ایستادند، شش خیسش را دیده ایستادند برادر عزیز، همسویبت شده ایستادند و دیده دونسته ایستادند که کسانی که از حکومت جانبداری میکند، کسانی که از همین روزه حکومت کرنوشاهی تاجیکستان جانبداری کرده گپ میزنند، نادرست گپ زده ایستادند، تهمت کرده ایستادند، به مردم عادی علم میکند. این دردآور است برادر عزیز، همین رو باید درک کنیم. بیایید بسری این بیایید، این همه گپ های پوچ بی اساس رو مونیم. بیایید طرفدار حکومتیم، بسیار خوب، من قبول دارم، به جان دلم قبول دارم، طرفدار حکومت بسیار خوب، اما با این فکر اندیشی که حالا به همین رئیس جمهور تا مردنش رئیس جمهور باشد و امید از پرزیدنت شوی از همه گرفتگی باشد و بگذار باشد و همه عائله‌اش از همین تمام دارایی‌های ملت رو از خود کندم، فقط ما غلام باشیم، گوش معنی سرمون تنج باشد و تنجی امانی باشد، برای ما بس باشد، جنگ نباشد، بس باشد، همه چیز رو گرد خورد. اگر شما با این راضی باشید بسیار خوب، من این راضیگی شما رو قدر میکنم، بسیار خوب برادر عزیز. لیکن در اینجا در برابر شما هم ملتان شما هستند که به این راضی نیستند. اینها رو هم قبول کنید برادر عزیز، اینها رو فریب نکردن در کار، همه جا گل است، همه جا خوب است. به نظر من خوب است گویید، یک. دویم، در خوب است گویی از دروغ استفاده نکنید، از فریب استفاده نکنید، خواهش میکنم. همین قدر بس است که مردم به سوی شما بیاید. به مردم صادق باشید، به مردم صادق باشید، صادقانه حرف زنید، مردم را فریب نکنید، مردم را دارایی‌هایش را از خود کرده به کشورهای غیر میدهید، آفشارها را پر میکنید. حالا پولکی کردن راهی چناق دوشنبه صاحبش کی بدنش معلوم نیست، شما گفته نمیتونید که این پول به کجا رفته ایستاده است، پارلمان تاجیکستان نمیدوند که به کجا رفته ایستاده است. به مردم حق بدهید که این را بپرسد، فریب نکنید مردم رو، به مردم حق بدهید که این را بپرسد. شما به مردم حق بدهید که بپرسد که چرا نرخ بلیت هواپیمایی که از قرقیزستان به مسکو پرواز میکند نیمی نرخ تاجیکستان است. این رو به مردم حق بدهید که بپرسد، مردم رو فریب نکنید. همین قدر است. در همین حالت سومونیر از کی است؟ از اویله. فراز از کی است؟ حتی فراز ببینید یک شرکت حتی به دکتر رفتنتون، بچه‌تون به مکتب بردن شوید، از فراز اجازت میپرسید، سپراوکا میگیرید از شرکت فراز. همین رو مردم پرسد یا نپرسد؟ همین قدر چیزها هست برادر عزیز. بیایید با هم بیاییم. آخرین چیزی که من از شما خواهش میکنم این است که ما وقتی که در چنین برنامه ها برآمد میکنیم، بیایید این گونه برآمد کنیم که پیشروی های تاجیکستان در ساحه های مخصوص را به قید بگیریم، تحلیل کنیم، تحلیل رو در پیش ما مونیم و از روی دلیل ها گپ زنیم، اثبات کنیم به همین مهاجران که تاجیکستان پیش رفته شده است. در اینجا چی حاصل می شود؟ یکم امیدواری به پیشرفت کشور حاصل می شود. دوم، مردم از باور کردن به مخالفین به شما باور میکنن. مگر همین چیز مشکل است؟ مگر مشکل است که یک امور رو شما پیشرفت کرده ایستاده است تاجیکستان، ترقی کرده ایستاده است تاجیکستان میگویید؟ مگر مشکل است که همین امور رو پیش روی دست بگیرید، ثابت کنید که در حقیقت در همین ساحه، در ساحه مخصوص، در یگان ساحه تاجیکستان پیش رفته ایستاده است، ثابت کنید به مردم. بیایید مثلا گریم حاضر اینجا پیش از شما یک نفر برآمد کردن تاجیکستان پیش رفته ایستاده است، در همه جا پیش رفته ایستاده است. چگونه پیش رفت کرده ایستاده است؟ پرسان میگن سفرهای رئیس جمهور، سفر رئیس جمهور پیشرفت است. مثلا گریم شما تصور کنید رئیس جمهور $1,000,000 صرف میکند برای سفرش، میرود یک تا سرتراشخانه شده میگوید. همین پیشرفت است. برای همین برادر عزیز ما دیدیم، من اینا برای مثال گفته ایستادم، چندین مکتب شدن، راه شدن، دیگه به ها شدن، من اینا برای مثال گفته ایستادم برادر عزیز. در رئیس جمهور تا حد جای کشادن نمییابد، افتتاح کردن نمییابد که کاشانه حسن رفته میکشد. این قدر رئیس جمهور رو ما به این حالت آورده رسونده ایم. برادر عزیز باید این چیزها پرسیده شود. نه خود یک رئیس جمهور یک کشور برای کاشانه حسن کشادن به یک ولایت سفر کند، یا برای چند مکتب رو وزیر معارف رفته که شاید، یا اینکه رئیس همه محله رفته که شاید.
یک رئیس جمهور به کارهای خودش به کارهای اداروی مشغول شود. رئیس جمهور برای رو به استحصال آوردن کشور مشغول شود، مناسبت های بین المللی کشور رو به قوت کند. حالا ما به قرقیزستان چقدر مشکلی ها داریم، این رو حل کند که حل نشده است. به ترکمنستان چقدر مشکلی ها داریم، این رو حل کند که حل نشده است. به ایران چقدر مشکلی ها داریم، این رو حل کند که حل نشده است. تماما دیده نمی شود رئیس جمهوری ما دیده نمی شود که با مردم رفته یک چیز رو حل کرده باشد. رئیس جمهور قرقیزستان با رئیس امنیتش آمده است با مردمش واخورده ایستاده است. این گونه واخوری ها گذراند با مردم. نخود برای این گونه واخوری ها بیاید رئیس جمهور با مردمش و آشکارا بفهماند به مردمش که چی کار رفته ایستاده است، کار تا به کجا رفته ایستاده است. این پرزیدنت رو اگر واقعا مردم انتخاب میکرد با این مردم خیلی مناسبت نمیکرد. برادر عزیز میداند که این پرزیدنت رو مردم انتخاب نکرده است و میتواند که بدون انتخابات مردم هم او پرزیدنت شود. برای همین این کارهای ناپسندی ها رو میکند. برادر عزیز در همین جا کینو درست میگوید. انا برای همین هم برادر عزیز بیایید به انصاف بیاییم. وقتی که از جانب حکومت درآمد میکنیم به دلیل ها برآمد میکنیم. وقتی که مردم بدون دلیل گام میزند گوید که تو بدون دلیل گام زده استادی، دلیل های من این است. برادر تبر بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته مردم مخالفین. من با این بچه ما سوال دادنیم. میکروفون شا گیرون کنید اکا شوکت. بفرمایید. گاب زنید بعد چی میکنیم؟ گاب زنید. بفرمایید. ما تدا سوال میتیم که همین تاجیکستانی ما دیکتاتوری هست یا نه؟ این سوال شما من اگر هستم گویم به این دلیل یعنی دلیل سخنی دارم ولی دلیل فرمالی که دیکلاراتیو نیست اون چیز ندارم. هم مثبت و هم منفی جواب دهم به این دلیل ندارم. من عادت کردم که عادتا گپی که دلیل دیکلاراتیو نیست یعنی دلیل اسنادان نیست با این سوال مطمئن نباشم با این جواب. یعنی به شما جواب دقیق دادن نمیتونم. شما ببینید با تخمینتون مطمئن هستید که همین کار شده است، لیکن چیزی که دیده ایستادید از روی قانون دلیل ندارید. تشکر میکنم برادر عزیز. برادر تاجیک مسلمان بفرمایید. تاجیک مسلم. یک دقیقه ما صحبت کنیم. من یک ساعت شده کشاو کرد. السلام علیکم. و علیکم. تو جرأت ای طرف پرزیدنت که تو این از اشتراک کردستی؟ من از طرف پرزیدنت نیستم. از طرف خودشون است. تو برای چی نیوخ طرفداری حکومت است که؟ من یکان طرفداری حکومت نکردم. چی بدی دارد؟ کدام کلمه ما طرفداری حکومت بود؟ بیگزار باشد. چی بدی دارد؟ بیگزار باشد. چی بدی دارد؟ بفرمایید برادر. در اینجا مردم مخالف پراتی حکومت تاجیکستان بحث می رود. تو نایست باشی تو چی میکوی در اینجا؟ من شهروند تاجیکستان هستم. هر نقشه کشی که در سر حکومتی دولت تاجیکستان دولت یعنی من منظورم که خلق است. اگر بگم حکومت من میگم حکومت. هر نقشه کشی که در اون هست من با او به واسطه دخالت دارم، چون که وای کشوری من است، چون که وای خانه من است. بله. چی اپوزیسیون باشد چی حکومت باشد. انا گوش شما که مخالفینید من مخالفین باشم. ما مردم مردم تاجیکستان در کاردار نیستیم. اینجا بحث می درباره یک عائله دیکتاتوری تاجیکستان. فهمیدی؟ اکه تبار با احترام شما من از این نفری که اخیر شوکتی که ژورنالیست هستن تصدیق کردن که این کس طرفدار حزب حزب اسلام است و میخواهند که این دولت رو یعنی هر یک تغییرات و دیگرگونی که کنن با این دولت از جهت حزب حزب اسلام و نظر خودشون رو میخواهند با اون دولت. دروغ نگوید. خیلی گام نزدم من. تو میگی برادر عزیز خواهش میکنم در سخنرانی مردم فریب نکنید. من هیچ وقت نگفتم که از حزب حزب اسلامی تاجیکستان
من گفتم که این حکومت باید در همین اکانت ثبتش کی بسری حکومت نباید باید مردم معین کند. برادر عزیز مردم رو فریب نکنید، نظر فریب نکنید. نظر من دلیل دارم، من ویدیو دارم. برادر عزیز اینجا صحبتمون ثبت شده ایستاده است. من جانبداری، من خودم همچون مسئول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کار کردگی هستم و حالا هم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستم. صبر کنید و از سیاست پیمان ملی تاجیکستان جانبداری میکنم. درست است. من نگفتم که برادر عزیز انمی سیاست های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برده در تاجیکستان پیاده کردن. برادر عزیز یک سوال صبر کنید برادر عزیز. من میخواهم که همین سیاست هایی که پیمان ملی تاجیکستان دارد بگذار. هوسمند آن هستم که در آرزوی آن هستم که در تاجیکستان پیاده شود، بسیار خوب بشود. اما برادر عزیز اگر ما به مردم حق بدهیم که مردم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو نه تو کار تکون یا بگوید که نه حکومت رو من جانبداری میکنم، نه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو و گروه سیوم سری کار بیاید، بگوید که من این حکومت رو مردمی میکنم، در اینجا به مردم آزادی میدهم، آزادی اقتصادی میدهم، آزادی سیاسی میدهم، آزادی سخن میدهم و حکومت رو از روی قانون اداره میکنم. من طرفدار همین هستم. شما عقیده دارید که یک گروه سیوم است، چهارم است، یک گروه بیاد ما رو کنترل کنه. شما یک برادر عزیز شما گپ من را درست 100% درک کردگی هستید. مردم رو میخواید گول بزنید. این کارت را نمیره. شما مرا 100% درک کردید. برادر عزیز شما 100% مرا درک کردید که من چی گفتم میخوام. در تاجیکستان حاضر گروه سیمی گروه چهارم گفته حساب کرده شده. در تاجیکستان حالا 7 حزب سیاسی است. 7 حزب سیاسی میخواهد به طور خودش اگر تاجیکستان دموکراتی باشد طبق برنامه‌های خودش به سر حاکمیت بیاید. حزب سیاسی ساختن طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره احزاب سیاسی، حزب سیاسی ساختن یعنی انا همین رژیم امروزه به روزی نیستم. من طبق همین رژیم نه، من برنامه‌های خودم رو دارم. طبق قانون برنامه‌های جداگانه خودم رو دارم. گفتنی گپ است برادر. ببینید در تاجیکستان اگر تاجیکستان آزاد دموکراتی حقوق بنیاد باشد، در برابر حزب خلق دموکراتی تاجیکستان 6 حزب دیگر هست که میخواهد به سر قدرت بیاید، جای امام علی رحمان رو بگیرد، جای پارلمان پر کند اکثریت. فعالیت این حزب لیکن برادر عزیز اینجا چی نمیموند اونها را؟ اینجا یک کتازی نمیموند. نبودن دموکراتی، عدم دموکراتی در کشور نمیموند برادر عزیز. انا برای همین این چیزها اگر یکم اولش این هورمون هست. برادر عزیز این چیزها هورمون هستند. چیزی دیگر همین که وقتی که از روی قانون همه چیز عملی می شود برادر عزیز، حکومت جمهوری تاجیکستان در حکومت جمهوری تاجیکستان نه امام علی رحمان نه اویلش یک روز نمیموند گرفته میبرود. اگر حکومت از روی قانون کار کند یک روز نمیموند گرفته میرود. اکنون بگویید این تخمین نیست، این واقعیت است. برای چی؟ برای اون که ملت هر روز جنایت های اینها را حساب کرده ایستاده است، دزدی های اینها را حساب کرده ایستاده است، دزدی های آشکار اینها را حساب کرده ایستاده است. وقتی که حکومت مردمی می شود، مردم از اینها میپرسد این مال را دزدیدی کجا کردی؟ پول ملت را از راه چیندی به کجا بردی؟ کان طلا را به خیتای دادی پولش کنی؟ فلان برای چی فلان مهمانخانه را تو توانستی از انداز آزاد کردی؟ برای چی این منفعت ملی بدگی جا را از انداز آزاد نکردی؟ همه این چیزها پرسیده میشوند. وقتی که پرسیده میشوند جواب کی نیست میگریزد میرود برادر عزیز. انا برای همین هم برادر گروهی دویم، گروهی سوم، گروه چهارم گفتم مردم را فریب نکنید. نظر فریب نکنید و دانسته باشید که مثل شما جوانانی که مخشویی شده اند و از دایره مخشویی شده بالاتر بیشتر فکر کردن نمیتوانند، حتی نمیدونند که کدام کشور در کدام بلوک سیاسی قرار دارد. برادر عزیز خیلی مشکل است. ببینید فهمایش دارن شما ما رو به سوال تشکر زیاد به شما برادر عزیز. تاجیک مسلمان گپ زنید. چی در عربستان است چی در ایران است، من از این وضعیت خیلی وقت از خبر دارم. صرفا میرفته دیگر خیر گام بزنید برادر عزیز.
توجیک مسلمان گپ زنید. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. و علیکم السلام و رحمت الله. اکای شوکت جون به من وقت بتی قگاو زنم قایم برادر. مالش گپ زنید. هر دوتون گپ زنیدتون. خوب برادر این اولش که نمورنی که دفعه کد بستگی چاپلوسی شلو نمورنی که بستی برای چی بستی؟ تو رو برادر. تو نگپ زنید بدون یکدیگر را تحقیر کردن. خوب برادر توجیک مسلمان. خوب اکا شوکت خوب همین نمورنی که برای چی بسته یازی تو؟ من نمیخوام که سوا سر ما یگان تروریست بیاد چون که حزب نسب افیسیال فرمان حزب تروریستی است و سر ما یگان تروریست بیاد. بگذار 40,000 شهروند جمهوری ترکستان اعضای حزب نهضت بود همه همین تروریست بود با گفتی شما. 40,000 آیا دولت 10 میلیون تروریست میتونه بشوه؟ ما یعنی تروریست یا طرفدار تروریست یکی از پرستوپنیکس یکی از ساوچاسنیک روسی. فهمیدی؟ شما طرفدار نه شما همه را برده زندان کردین برادر تروریست گفته اکستریمیست گفته حکومت قبلی بود او حکومتی بود که کجا را تحصیل کردگی برادر؟ مکتب. کدام مکتب؟ برای چی من اینگه پا شما گفت؟ یگان دانشگاه خواندگی؟ نه چی دخالت داردیم؟ آخه موافقی سوادیت موقعیت گفت زنیم یگان دانشگاه خواندگی؟ اگر خوندم چی؟ چه موافق سواد؟ نه آزیت همو دانشگاهی را که تو خونده همو را کنم با گیجو دا خوندی تو؟ چه دخالت داردیم؟ سوال شما دا چی؟ چه ربط داردیم؟ بگذار گفتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ایران سرمایه گذاری میشیدم خیلی بود؟ البته که چوه شما روز پیش ایران رفتین؟ شما یعنی کی؟ شما دولت من دولت نیستم. تو طرفدار دولتی بالاخره شما ما را میگه که شما طرفداری اکستریمیستین حزب نهضت تو طرفداری ای دولتتون کده است بر دوی دولت جواب بدید این سوالو چی برخیست ایران رفتگنه؟ ما مخالفین برادر مخالفین مایلی شوخی اینا بود مقصد تو طرفداری ای حکومت دیکتاتوری کده است تو میگوی که او آدم راست میگه راست که ما پیروای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ما دوستدارای حزب نهضت تاجیکستان گوش کن بگذار من والله اعضا نیستم من خودم شخصا اعضا نیستم نه که من میخواستم که اعضاشم مثبت نکردم گوش کن گفته که ایران سرمایه گذاری میشوه انا که بالاخره شما سینی ایران رفته شما را هم تروریست شده چی ده؟ شما را هم برفته قطعیش همکاری کرده شما را هم سلاح خواسته شما را هم یه چیزی دیگه خواسته به سیاست بیرونه وجود داشته باشد این چیزا میفهمی تو؟ سیاست خارجی حتما باید باشه شما را نفهمیده شما یه دفعه نعل میزنه میخیزه میبود میخ میزنه این چی خیل گپه تی گپه میفهمی؟ خب من میفهمم من خوبتر میفهمم که شیعه ایران شیعه اگر نه حکمت رحمونوف چی است بگذار این ایران شیعه بگذار هر چیزی که باشه یک حزب سیاسی گوش که برادر عزیز گوش کن یک حزب سیاسی حقوق داره موافق قانون و موافق برنامه حقوق گذاری تاجیکستان حقوق داره که قطعی هر کی جایی که مثال همچون سیاسی وای شرطنامه داره وای مقصد همکاری میکنه از شما اگه جا برورده که ممکن نبوده است در حزب سیاسی با ما را بگن ما جواب من بدم اگه تاجیکستان این سوال در خودت بود برادر تاجیک مسلمان با این سوالای شما برادر جواب نمیده اونجا یک نفر برآمدن کولوب نمیمونه ما جواب دیم السلام علیکم این برادر گفتن که نمیموند که من جواب دیم برادر تاجیک حاضر از همه زیاد شما گپ زدید بله نه چون که سوال از همه یک دقیقه صبر کن تاجیک 98 برادر عزیزم
شما از همین نفرانی که در همینجا هستند از همه زیاد برآمد کردگی هستید. من میدونم که همینجا بودن شما یک بازی است. من میدونم که همینجا برآمدن شما ایستادن شما یک بازی است. لیکن به هر حال برای اون که من شما رو به همین مردم شناسونم و کسانی نمیفهمن یک دقیقه صبر. من میدونم که همین جو گپ زده ایستاده که شما بازی هست. به هر حال به شما سخن داده ایستادم. به خاطر چی؟ به خاطر اون که هرچی بیشتر ملت، هرچی بیشتر مردم شناسند که این حکومت پشت کیها اینقدر پنهان میشود. ببینید برادر عزیز، من حالا شما گفته ایستادید که به من شانس نمیدید که شما من گپ زنم. برادر عزیز، از همه زیاد همینجا در همینجا بودگی ها از اول برنامه تا آخر برنامه از همه زیاد شما گپ زدید. اما به من سوال دادم. درست است می؟ برای همین برادر عزیز شما نگوید که من به من حق نمیتونم که من گپ زنم. گپ زنید برادر عزیز، بعد از گپ شما من گپ بزنم، لیکن ما دانسته باشید که ما میدونیم که اینجا شما دوست طرف مقابل رو نشون دهید چند نفر به شما گپ داده ایستاده است. طرف مقابل I feel مشکل. برادر عزیز، حاضر در هر یک سخنرانیتون چهار طرفتون رو نگاه میکردید. در اینجا شما گولی قداخان ننشید. برادر عزیز، من با عزت احترام تا بیرون نشون میدم. من هیچ چیزی پنهان ندارم مثل شما که من نگویم که سرپرست برادر عزیز سرمایه‌گذار همین قدر است که ما میدونیم که شما اینجا در بازی هستید، لیکن به شما سخن دادیم باز میگید که به من سخن نداده ایستاده است. شما که آزادی طلب شما باید سخن بدید، چون شما بله برادر، لیکن نفری که از همه زیاد ما به اینجا وقت داده نمیتونیم. نسیم دولت بفرمایید. شما خب بگذار آقای شوکت بیاد من سوال کنم. اول نسیم دولتوف، بعد شما فار است چی است؟ نسیم دولت واقعا وقتی من سخنهای تو را تماشا کردم من اینجا گوش کردم. سوال نماینده نوبتی هم با من تعلق دارد و میگه شما بیشتر اشتراک میکنید، شما بیشتر گپ میزنید. من چی کنم در این حال؟ برادر عزیز، حالا شما گپ زده سودید. خب میمونید برنامه رو ببریم برادر عزیز. معلش می اوکی سلامت باشه. مونید دیگه رو هم وقتیه دیگه رو هم گپ زنه. سلامت باشه. فاره نوشته به فکرم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حضرت جان، ما همه یک سخن دارم. بفرمایید. من مثال همه یکمش ما گفتنی هستم که همه شما مثال نهضت دین اسلام هسته، خواندگی مثال چنقه مثال ختان مثال با چند زبان گام میزنه دیگه جا خواندگیه. من مثال شما که در روسیه زاویه خوندگی هستم، حقوق خوندگی هستم. حقوق با چند زبان گام میزنه؟ با زبان خودم گام میزنم تنها. فهمو. من مثال همین برنامه شما ما یکم بولده رو ما منویه برادر دیگه بود تو تاجیک چونچه نوستگی دم همین گپی این برادر ما همین به تاجیک 98 جواب دادگی بود، سوال دادگی بود. ما ده خواستم که ده هوای ما مثال نشوتی همین تاجیک 98 ما نشوتی همین هوای برادر ده ما جواب تیم همونجا برآمده میسای. ما مقصد ما همین بود. گوش که از رجان از هوای بفره دباویتش که یکمش دیمش خطی که همین سخن نه تاجیک 98 ما یکون کار ندارم. همون یا برادر دیگه بود ده هوای برادر ده همین جواب دادگی بود. تاجیک چون چی نوستگی فراموش کم تر پیش. من مقصد ما همیه. ما مثال ازی والله بالله تالله میگم حضرت ما الحمدلله 4 زبان خشرو گام میزنم. ما مثال 5 وقت نماز ما تد نمیکنم. ای پس کار بری خدمون کروچ. خوزی ما مثال همی یگان او خیلی شما را قبول نکنم.
ما در همه کار چاپلوس حساب میخورم یا که نه؟ مثال از یه آدم بره با فکری با اوخلی خودش سخن میکنه سر زمین نگستن که چاپلوسو ایخه یا ایخه و یا ایخه. همین گپ هم خواستم بفهمم. برادر عزیز تشکر به شما. من تا حد امکانم کوشش میکنم که یگان نفر رو نسبت یگان نفر هم ملتم هم وطنم نگذارم که تأخیر کند. حالا ببینید به نظر من به بدترین حقارت، به بدترین تأخیر رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان تظاهر است. لیکن شما تصور کنید من طول چند سال 5 سال باز برنامه میبرم، می نویسم، سایت داریم، پیام می نویسیم، برنامه میکنم، طوری 2 سال 3 سال باز ویدیویی کوشش میکنم، کوشش به خرج میدم که حتی همین بدترین نفره که به همه حقارت های ملت سزاوار است حقارتش نکنم، تأخیرش نکنم. حالا چی رسد به 2 نفر هموطن هم ملتی که به یگان خیانت، یگان جنایت به ملت نکردند، یگان نانی، یگان دارایی ملت رو به یغما نبردند و میخواهند که این ملت پیش رود. برای همین برادر عزیز گرامی، حالا شما در همین برنامه همین روزی ما اگر چند نفره که چاپلوس گفتن نام برد، من جا به جا گفتم که اگر به همین گپ زده میتونی گپ زن، گپ زده نمیتونسته باشه من تو رو قطع میکنم. شنیدید؟ فهمم. نه برای که اکا جان، اکای محمد جان، ما مثال نشد شما یگان و خیلی چی ندارم. نه که ما مثال که یک شهروند تاجیکستان، ما یک پاتریوت، ما مثال همه سخن ما مثال چیکانی هم که گفتنی هستم که پستایانی مثال نمیوزی برنامه میدره، همین یوتیوب میدره، ای 24 جا او خیلی میبره، اینم پزدنی دولت. ما والله بالله تالله میگم اکا ما یگان او خیلی چی کارگر نیستم، ما غریب بچه هم که در شهر دوبای میکمش. برادر حق میتید که گپ زنم در همینجا. امی گپ ما دوزی آخری گپ اومگه راست همه پستایانی چی؟ مالش گپ زنید باز پاتریوت تاجیکستان باشه در دبی چیکار میکنی؟ عضو ما در گپ جواب میتیم یکمش. اکای محمد جان راست هم پستایانی تحقیر تاجیکستان ایخه وایخه یگان بر ما یگان او خیلی نفهمیدم که این همین چند گروه یک اقلم یک پلوس تاجیکستان هم گفتگی نیستن. مثال که پسیخولوژی آدم فکر که مثال تغییر نمیگیره که مثال که آدم خوندگی مثال پستین پس زدن در مابین لوبای آدم کروگی که خوندگی سواد داره مثال ایرو ما برادر همو گروهی که مثال نخدد ای نهضت چی اسلامی ما خدم مثل در بدگی من برادری که فرزندوش هم درجه میشناختم در ترکیه بودن در مصر خونه داشت. ما هوایی رو همش میشناسم 100%. ما مثال یگان او خیلی چی ندارم، نه که پروست ای پلوس هم گپ زدن در کار برادر. تشکر به شما برادر. پلوس بگو برادر. صبر. نه اوزی تو مثال تو سوال توزی مقصد چه قد ما گپ زدن؟ اوزی نه. فاره صبر کنید دکتر. خواهش میکنم مالش نه. گپ نسکه. خواهش میکنم. برادر عزیز. اینجا شما گفتید که حکومت دولت تحقیر میکنی، تاجیکستان تحقیر میکنی، ملت تحقیر میکنی. گفتید برادر عزیز من شخصا خودم نه از سخنرانی های بچه های گروه سیاسی 24، نه سخنرانی های کسانی که از نام پیمان ملی تاجیکستان درآمد میکنند، نه سخن های نفرانی که حالا در اروپا هستند یا در جایی هستند که همچون مخالف شناخته شدگان، در یگان جا من ضد حکومت، ضد ملت، ضد وطن، ضد تاجیکستان گپ زدن را ندیدم. ما اینجا برادر عزیز از کمبودی ملت نه، کمتر همینجا نظر فریبی نکنیم. از کمبودی دولت نه، از کمبودی نفران که مسئولیت در صبر برادر عزیز. بعضی چیزها رو ما به هم آمیخته نکنیم. مایلش می ما برادر عزیز کمبودی یک نفران مخصوص رو از کمبودی ملت و از کمبودی دولت فرق کنیم. شما نگاه کنید
امامعلی رحمان ملت نیست. امامعلی رحمان رئیس جمهور است. وقتی که از کمبودی امامعلی رحمان گفته می شود، امامعلی رحمان ملت بوده نمی تواند. امامعلی رحمان او رئیس جمهور است. شما تصور کنید اگر یک بار نقض اهمیت دید، اگر فرض کردیم امامعلی رحمان در حالت رئیس جمهوریش جنایت کرد، ما این جنایتش رو نگفتیم و این جنایتش چشم پوشیدیم، همین برای شما یک رئیس جمهور جنایتکار داشتن ننگ نیست؟ عیب نیست که ما اینقدر ملت سرخم و زبون کوتاه باشیم که رئیس جمهورمون جنایت کند در یک حکومت دموکراتی و او گپ زده نتوانیم؟ این چگونه مردم است؟ این مردم خودش رو تحقیر میکنه در این حالت و خودش این گونه تحقیر رو روا میبیند که نفرانی که به سر قدرت آمدن خواستن جنایت میکنند، هرچی خواستن میکنند، لیکن این مردم گپ نمیزنند. من برای چی این برادری که اینجا گپ زدن گفتم که شما مغزشویی شدگی هستید؟ انا برای همین هست ملت سرخم شود میلش، ملت زبون کوتاه شود میلش، ملت تحقیر شود میلش، سرسان شود میلش، فقط نفران مخصوص رهبریت کشور به اهل اویله‌اش در باره گپ زده شود که وای های وطنم. همین اویله ملت است، همین اویله تاجیکستان است. همین گپ درست است برادر عزیز؟ درست انا برای همین حضرت نگاه کنید وقتی که بر ضد یک نفر جنایتکار گپ زده می شود، واقعا این جنایتکار عیبش ثابت شود، جنایتش ثابت شود، در پیش مردم، در پیش ملت جواب گوید. این از طلبات ما برادر عزیز. این نفر جنایتکار ملت بوده نمیتواند. وقتی که این نفر جنایتکار رو ملت میگویم ما 9 میلیون نفر رو جنایتکار گفته ایستادیم. ما وقتی که یک حکومتدار دوست رو که تنقید میکنیم وای رو تنقید نکنیم که تو تاجیکستان رو تنقید کرده ایستاده میگویید، یعنی 9 میلیون جنایتکار است. نیست برادر عزیز، اینها ملت نیستند، اینها نفران جداگانه هم که باید خدمت مردم کنند که بجای خدمت کردن جنایت کرده ایستادند. فهمو حضرت جان ما میتونم یگان سخن کنم از این؟ بفرمایید برادر عزیز، خاطر الله مثال شما اوقا ملت دوستدار، مثال چی در حق مثال خلق تاجیک یک برنامه هوی کنه که مثال یک خلق تاجیک ایپا با بالا بخیزانه. مثال من خودم مثال 4 سال زیاد مسکو برادر غریب زیاد گشتگیم، مثال حال تاجیکا رو ما در اوجه دیدگیم. از همین میدروی دمی یوتیوب پس یک برنامه هوی کنیم که مثال خلق تاجیکا استا با بالا بخیزانیم. مثال چه یکمش این سوال دیم. سوال ما همیه که همین تاجیکستان آبشی میگیریم مثال لازی همه مثال ما غریبه میگن ما ای خیلیم ما او خیلیم، همین در خود تاجیکستان ای جای نفت داریم یا یگان گاز داریم یگان او خیلی چی داریم؟ همین سوال ما هم مثال برادر نفت و گاز برادر عزیز نرخش برابر آب است. از آب ارزان است نفت و گاز. میفهمید این چیزی رو؟ همین نفت و گازی که میگیم از آب ارزان است که تاجیکستان در سرگاهی آب ایستاده است. یک دویم تاجیکستان با ثروت‌های زمینی یکی از کشورهای بایترین حساب می‌شود. دو یکی از کشورهای بایترین با ثروت‌های زیرزمینی حساب می‌شود. از طلا، نقره، سنگ‌های قیمت‌بها و هوکزا دیگر. تو برادر عزیز اگر ما در داخل کشور کارکرد کنیم تنها هیچ چیز رو نه همین آب رو کارکرد کنیم با ما برای 1 لیتر آب ما 2 لیتر سوزشواری می‌داره به تاجیکستان. اکا جان اکا در لوبای شهر برا آب اسپلاد نه پشتی در او تاجیکستان ما ها دژ پلاد نشتگه فهمو لوبای شهر میره. ببینید برادر نرخی چنده؟ نرخ یک بوشک نفت خام همیشه به روز $75 است.
75 77 اینی بیرژه های مثلا لندن اگر 75 باشد $2 قیمتتر، بیرژه های نیویورک $2 ارزانتر هستند 73 باید باشد، یا که اینش 77 باشد. اینش همین هر روز من نظر میکنم $2 $2.5 همین خیلی فرق کرده میشه برادر عزیز. من مثال اکا جان، من مثال که برادر که تقد میگم که امکید میگم که بلیس کردم والله بالله میگم اکا گنده مثال من یوتیوب میدارم مثال همین کارو در کار نیست. مثال خدمتگار مثال پاتریوت وطن باشی یا خلق مثال دیگه راهی مثال غریبا را به خزانیه مثال یا یردم خوبیت سواد خوبیت چی میدارم مثال یا خینام بچه مرم خودم غریب بودم تو نخونی خودت تو یا چی نکنی مثال میگن در تاجیکستان کار نیست یک ماشینه. برادر تشکر که به این مسئله داخل کردید. برادر عزیز انامین گپ زده شدیم که هر دمون انامین گپ زده شدیم درباره چی گپ زده شدیم؟ او پول مثال مشکلیات تاجیکستان غریبا همین این میبروید که یک مشکلیه در تاجیکستان وجود دارد که اینجا من شما بحث کرده شدیم. بله؟ بله. اگر همه مشکلی ها رو بحث نکنیم، یعنی شما اگر مرا متقاعد نکنید که این مشکلی تنها از نظر تو وجود دارد، شاید این مشکلی نباشد. شما اگر مرا متقاعد نکنید و من شما رو متقاعد نکنم که اینجا مشکلی وجود دارد، این دلیل های من این است که اینجا مشکلی دارد، باید این مشکلی برطرف کرده شود، ما چگونه پیش می رویم؟ برای همین برادر عزیز نه اکا جان نمی سوال داشت ما جواب میتیم، همین سوال دا جواب میتیم. خواهش میکنم صبر. ببینید برای همین حکومت امروزه طرفدار اون است که یگان کس از کمبودی گپ نزنه. از کمبودی گپ زدی در تاجیکستان جایت زندان است. از کمبودی گپ زدی جایت زندان است برادر عزیز. برای چی خیلی است؟ برای اون که حکومت نمیخواهد الटरनेटिव داشتگی باشد. اگر حاضر شما ببینید این خیلی گپ‌ها رو مونید، حکومت رو تنقید نکنیم، تنقیدها رو مونید، بجای این خیلی کارها رو کنیم. همین برادر سیاست امروزه حکومت است. ما نگاه کنید همین چیز سیاست برادر توضیح نمیدهش، من به شما دیگه سخن نمیتونم، میتوانید خارج شوید. همین سیاست امروزه حکومت است. ببینید سیاست امروزه حکومت همین است که بیاید این تنقید کنی رو بس کنیم، جیم استیم، خاموش باشیم، گپ نزنیم. همین سیاست است برادر عزیز. ما از همین سیاست آب خورده طرفدار همین سیاست باشیم برادر عزیز، ما پیش نمی رویم. برادر جان ما مثال یگان ما مثال با گفتم من طرف او ما مثال نه طرفی ما مثال یک شما طرفدار هیچ کس نیستید. بگذار همین خیلی گپتون درست باشد. من باور کردم فقط اینجا برادر عزیز شما همون سیاست پیاده کرده ای حکومت امروزه را شما گپ زده ایستادید برادر عزیز. در همون نه برای که اکا جان دم سوال از من جواب بدین. شما رقص کرده ایستادید. نه اکا برای که ما خدم حق بدید که ما از کمبودی ها تنقید کنیم، حکومت از پیشروی ها بگوید. حکومت مخالفین را متقاعد کند که پیشروی وجود دارد، با همین دلیل من پیشروی، من سند، من رقم. حکومت این رو بکند، ما تنقید بکنیم، از مشکلی ها بگوییم و ثابت کنیم که این گونه مشکلی ها وجود دارد و این برطرف کرده شود. مثلا برای پولکی شدن راه دوشنبه چناق که پولش به کجا نمی رود، ملت حق ندارد که بپرسد؟ برادر مرا میتونم یک منوت ما مثال جواب بدم دم خدا. من مثال یک مرتبه خواهش میکنم. همین راه پولکی دوشنبه چناق به کجا رفته ایستاده است؟ این پول به کجا ریخته ایستاده است؟ این پول رو کی گرفته ایستاده است؟ گفته ملت حق پرسیدن دارد یا ندارد؟ فهمو برادر جان از من دمی گپ جواب میدین. فهمو از من دم کنش نداره، حق داره. همین رو مگر کوری بد است؟ نه برادر از من دمی گپ جواب میدین. برای که
نگاه کنید شما برای آخی حضرت جان شما گپ میزنی مرا حق گپ زنیمونه که ما گپ بزنم دمو سوالاتون هر یک سوالی که میتیم دمو سوالاتون باید جواب بدین برادر شما سوال رو میدید وقتی جواب دادن با گپتون پیدا میشه نه ما مثال سوال داده که مثال تاجیکستان حق گپ در رهاش داره هر یک شهر با خیلی خودش این ما خودم که برادر جان در امریکا بودم گرمانیا ایتالیا چند شهر رو بودم این از دنی ما خودم در شارجه ای شارجه که 15 منوت راه تا دبی میرسی پلی او خیلی نمیسپوری دولت پس در دولت میرود بله برادر من طرفدار هستم که همین پول به دولت برود مردمی امارات متحده عرب میدونن که همین پول رو کدام شیخ گرفته شده است همین راه رو کدام شیخ بنا کرده است همین راه رو کدام شیخ آباد کرده است و همین پول چندگی به کیسه کدام شیخ میرود میدوند مردم امارات متحده عرب در تاجیکستان من گفته شدم که همین پولی که از راه دوشنبه چنوخ است مردم میسپارد به 13 14 جو میسپارد همین پول به کجا میرود حتی وکیلان پارلمان نمیدونن فهمه از من سوال ده اوقا پنسیونرو اوقا کودکایی که نوبالیغ اوقا آدمایی که در جای چیان هر ما استوپندی هر ما در مکتب و پول میسپارن همه ها ایجا میروند برادر عزیز من چیز گفته شدم نه من مثال دمی گفتم جواب دادم این مثال برادر عزیز این پول ها از حساب بودجه هستند انمی پولی که از راه دوشنبه چنوخ چیده می شود و بودجه تاجیکستان رفته داخل نمی شود وکیلان پارلمان هم نمیدونن که همین پول به کجا می رود دلیل داری او دلیل او یگان تو وکیل شما پارلمان پرسیدید یگان حکومتدار پرسید تو به همین روز چند سال شد یگان نفر در تاجیکستان نبرآمده از جواب تیاد که رئیسی انا همین ایرس کی است فهمیده شده ممکن برادر این سیکرت ندیلا باشه یگان کاری که وقتی آدم سخن کرد بعد باید به دلیل بیاره برادر جان برادر عزیز پولی که از کیسه مردم گرفته می شود سیکرت نمی شود این سیکرت دولت کاری دولت برادر من مثال ما با میگم که جان برادر محمد جان برادر از نام حکومت برادر نگاه کنید شما از نام حکومت همین مسئله رو سیکرت نگفته شده است حالا تا به همین روز چندین سال گذشت حکومت جمهوری تاجیکستان حتی برآمده گفتن نتونسته که همین پول سیکرت نیست ما هیچ کس گزارش نمیتیم حتی همین گپ رو گفتن نمیتونه برای چی میدونید برای اون که این مبلغی که از راه غیر قانونی چیده میشود به کیسه داماد رئیس جمهور میرود این چه ثابت شده است الله مهربان میدونه نه الله مهربان نمویا میدونیم خیلی خداوند بدونه مثال ما همیخواه گفتنی تانم که مثال برادر جان مثال نه مثال همه آخر سخن بگم مثال چیم ایقا مثال رازبورو ایقا چیا مثال ایقا پاتریوتی وطن برادر جان صدقه نامتان شوم فاره این رازبور نیست برادر این تلاش نه من رازبور ندارم اکا خداوند نگاه بود برای پیشرفت کشور است برای فردایی خوبی تاجیکستان است که باید این است که باید حکومتدار دزدی نکند باید حکومتدار غارت نکند باید حکومتدار به کیسه مردم چشم الان نکند کیسه مردم سیکرت نکند سیکرت جمع کرده به کارهای سیکرت صرف نکند برادر عزیز انمی شرکت ایرس شرکت تاجیکستانی نه شرکت خارجی است پول به خارجه می رود تاجیکستان همین پول برای چی خارجه می رود حکومت تاجیکستان تا به همین روز به مردم جواب نداده است فهمید برادر عزیز حالا وقتی ما به نهایت کم مونده است برادر عبدالمولان بفرمایید السلام علیکم برادر شوکت سلام عرض میکنم به همه اشتراکچیان و تماشابینان برنامه شما تشکر به شما و همو برادر میموندید که یک اقلا 5 دقیقه باشد هم قطعش بحث میکردم خیلی موندیم با این برادر از اول برنامه بودن اینها خودتون فقط بحث کردید ده برادر خودتون فقط بحث کردید من یک دو سه سوال های داشتم در درون کانورت اونجا من سوال نوشته موندگی اون یک کانورت نو خوی کرده بودم قطعا میخواستم اون کانورت نو
савола байда битум ки чӣ гапои чӣ кора. барои ҳамин аз ино дамин пурсидан дар кор ки ту ки шаҳрванди Тоҷикистон бошию ту ки ҳамин 4-5 забона медонам мегаву мехонам мегаву чӣ мега, ҳамин як бор оё ту мисол чӣ дорӣ ки маълумот дорӣ ки ақаллан ҳамин маоши раиси ҷумҳур чанд сум мебошад? чаро ӯ аз ҳисоби буҷаи давлат маош мегираву ин ҳам сирри давлатӣ нигоҳ медорад. ин чи компанияи АРСе ки шумо мегӯед, бале инҳо ҳоло хабар ҳам надоранд ки парлумон ҳамон қарора вақте ки мебарорад ҳамонам чӣ мекунанд, аз намояндаҳое ки дар парлумон шиштиянд аввал баёнот мегиранд ки ин сирри давлатӣ аст, баъд ҳамон вай мебароранд, ҳамон қарора мебароранд ки ӯ сумо ҳамаш ҳисоби компания ҳамон АРС меравад. баъд бародар вақте ки ҳамин хел аз ҳамин ҷумла бародаро гӯем мебароянд аз шумо илтимос, ҳамин вақте ки инҳо талаб мекунанд, мехоҳанд доказат кунанд ки мехоҳанд чӣ гӯем, мехоҳанд исбот кунанд, собит кунанд ки ҳамин чӣ аст, дар Тоҷикистон демократия вуҷуд дорад. аз шумо бисёр ҳам ман хоҳиш мекунам дар бораи ҳамин қонун, дар бораи пешвои миллата дар ҳамин сарашон гирифта якта шапида якта савол пепки моддаи 5 ҳамон қонун дар бораи пешво чӣ мегӯяд? чаро модоме ки ӯ қонуна соли 2016 қабул мекунанд, ӯ қонун кати аз соли 92 сар карда Раҳмонова ягон кас ҳуқуқи ба ҷавобгарӣ кашидан надорад ва ӯро барои ягон амалҳояш ба ягон ҷавобгарӣ кашида намешавад, ягон кас ҳуқуқи пурсидан надорад, ягон кас ҳуқуқи моликияти вая рафта кофтукоп кардан надорад. ҳаминҳоя бародар Шавкат як бор пурсед аз ҳамин турфа бародаро ки ҳамин чизоя иқадар дар бораш гап зананд ку ҳаминҷа даям ягон ҷавоб меёбанд ё не? миллати азизи ман, тоҷикои муҳтарам, на танҳо тоҷико, умуман тоҷикистониён, ин худ қонун дар бораи пешвои як бор гиред аз ҳамаи шумоён тоҷикистониёни азиз, ман хоҳиш мекунам интернет да ҳастай открытый доступ мегам. бародар Шавкат чӣ мешавад открытый доступ тоҷикишқатӣ? бародар Шавкат ба таври кушод, ба таври боз, ба таври кушод ҳаст дар интернет, нависен қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешвои миллат ҳаста ямуҷа, гирен хоне. қабул кардани ин қонун худуш ҷиноят аст тоҷикистониёни азиз. пас мо дар бораи кадом демократия гап мезанем? пас мо дар бораи кадом волоияти қонун гап мезанем? модоме ки моддаи аввали сарқонун мега ки дар назди қонун ҳама баробаранд. унҷа қонун дар бораи пешвои миллат мега ки не, мана ин пешво мега ай ҳамаи шумо боло аст мега, мондагии дигар ҳама одамо мега ғуломи ҳамин одам аст мега. ҳамин тавр нест бародар Шавкат? аз WhatsApp занг зада шудааст, бигзор гуфтаҳои ӯро ҳам бишнавем. алло, бошад. алло, рақами Тоҷикистон. ака Шавкат, салом алайкум. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. ака шумо хубен, тенҷаен? алҳамдулиллоҳ, ташаккур ба шумо ки мепурсед. рости гап ака, қатъи бачаҳо барномаи тамошо кардестем, аз шаҳри Кӯлоб занг застем, Тоҷикистон. бисёр хуб бародар азиз.
بچه ها تماشا کنید مربوط سوداگر سمکه ما همه روز دیگه نسبت دیگه برنامه که اکای اقبال برآمد میکنه یا که کبیری همه سخنرانی خود اکا خیلی بادوبونه نسبتا کبیری که بیادوبونه گفت برای که نه در عموم میگم ده که در عموم گفتم برای که بعضا همین بحثا میشه خیلی هموطنان ما در خارجن در داخلن در امریکا و اروپا بعد همین وقتی که برآمد میکنن خیلی در استودیو افیری که مستقیم رفته است اکثریت تماشا میکنن این برنامه را همین خواهش میکنیم که با اختصاص دادن نشوند چون که من فکر کنم که مقصد هدف این برنامه بهبودی در زندگی مردم تاجیکستان است و فکرم همین بله یا نه اکا بله همین بر کدام حزب باشد گروه باشد برنامه همون گروه اگر با منفعت ما یک تربیت فروش اگر بهبودی بیاره ما جانبداری میکنم همین خیلی نیست که بله من سواد کافی ندارم درباره سیاست لیکن متاسفانه گوش میکنم من معلومات میونه دور مکتب میونه نه که همین بعضا هموطنان ارجمند ما مفهوم دولت از حکومت درک کردن نمیتونن اکای شوکت محترم بله حکومت این یک سیاستی تشکیلاتی سیاسی موقتی است لیکن دولت این یک چیزی است که ارزش عالی دارد ما همه دولتیم حکومت تغییر یابنده دولت می ایستد ما از نوع دولت برآمد میکنیم تغییر نیافته شده است برادر لبکه شما چند ساله اید ما اکا تولد 96 ام 96 همین که عقلتون شناخته پرزیدنت کی بود پرزیدنت تاجیکستان لبکه همین که عقلتون شناخته زبان در آوردید گپ زدید فهمیدید رادیو شنیدید تلویزیون دیدید پرزیدنت تاجیکستان کی بود ما وقتی اکا بعد دنیا اومدم پرزیدنت امروزینه محترم امام علی رحمان بود حاضر کی حاضر هم پیشوای ملت است بله ببینید شما گفته شدید که حکومت تغییر یابنده است مردم برای چی گپ زده شده است برای که همین حکومت تغییر نیافته شده است آخه انا اکا شوکت ما در این چیز نزدیکیش دخالت کردن حقوق ندارم ما فقط احترامنا خواهش میکنیم که در همین ارزش‌های ملی اگر که شما مکه در سر قدرت بین ما همون وقتی که با شما هستیم که شما ارزش‌های ملی را و زندگی مردم با یک روش خوب میبرید زندگی ما خوب شود که ما جانبداری میکنیم اکا لیکن ما اکا نگاه کنید برادر عزیز من به نهایت سخنرانی برادر نگاه کنید همین سخنی آخر تو خواستم معقول شد اگر من برای پیشرفت ملت کار کردم برای فرض کرده من رئیس جمهور شدنی نیستم بعضی وقت شوخی میکنم من رئیس جمهور شدنی نیستم برادر عزیز یا که آرزوشم کرده نیستم یک دقیقه صبر کنید خواهش میکنم من شما رو به نهایت گوش کردم برادر عزیز ان شاء الله که من میرم چوپان میشم خدا خواهد یگان تینجی امنی آسایشتگی شود و کشوری ما پیش رود یک حکومت مردمی به سر قدرت بیاید چوپانی میکنم رفته اما برادر عزیز برادر عزیز نگاه کنید فرض کردیم که یک نفر مثل من یا کبیری محمد اقبال یک نفر دیگر به سر قدرت آمدند به فایده ملت به فایده مردم کار کردند برای ترقیات ملت کار کردند برای پیشرفت ملت کار کردند دزدی نکردند غارت نکردند راه رو پولکی نکردند راههای پولکی رو برهم دادند شما جانبداری میکنید لیکن برعکس این شود شما جانبداری نمیکنید خودتون گفتید برادر عزیز بله البته شما نگاه کنید اکنون نگاه کنید همین حکومت همین روزه راه ها رو پولکی کرده است راه ها رو پولکی نگاه کنید به گپتون احمد به همین منطقی گپتون احمدید راه ها رو پولکی کرده است ملکیت کشور رو از خود میکند تمام تجارت های تاجیکستان رو مونوپولی کرده است حتی هواپیما باید عائلوی باشد از نام عائله پرواز کند باید به کشورها مردم همین حتی شرکت هواپیمایی باید این عائله باشد
بانک ها این اویله باشند، حتی مردم برای بچهش رو به خوندن صنف یکم بردن از شرکت داماد رئیس جمهور باید سپراوکه بگیرد. همین حالت شده است در تاجیکستان. شما برای چی خاموشید؟ اکا شوکت خیلی نقطه های بسیار چرا یادآوری کرده که ما بازم میگم که اکا من نه همه جهت های سیاست درک کرده میتونم، لیکن ما هم قشنگ میگم که اکا که همی در شهر کلوی بوستونی که یک دوره در بلاک اقتصادی بود که خیلی ما جوان بودیم، جنگ شهروندی بود، همی زینه با زینه خیلی مشکلی پس سر شده است اکا. همی مردک باید همو بهبودی را هم اعتراف کنه و کمبودی را هم اعتراف کنه. من بگذار خود برادر من قبول کردم که زینه به زینه در کلوب پیشروی شده است. اصلش میگرید من به این باور ندارم، من دلیل های دیگر دارم برادر عزیز. بگذار من به گپ شما باور کردم. نگاه کنید برادر عزیز، در کدام زینه شما در شهر کلوب پیشرفت میبینید؟ بیاید در همین باره گپ زنید. اکا شوکت معنی گپی ما زینه با زینه اون معنی نداره که همین 100,000 مردم شهر کلوب زندگی همش اولیه، این معنی نداره. من به شما موافقم برادر عزیز. همین زینه به زینه نه، چند زینه نه، یک زینه اولین در همین باره زینه اولین که در همون ساحه پیشرفت شده است با ارقامش با رقمهایش گپ زنید که چند زینه چند فایز پیشرفت شدگی از روی اموری که شما دارید، از روی دلیل هایی که شما دارید گپ زنید. من قبول کنم برادر عزیز. اکا ما کارمند امور نیستم، ما فکتوی وقتی نمیگم. بگذار فکت لازم نه برادر عزیز، خواهش میکنم فکت لازم نه. همون چیزی دیدگیتون رو گوید کوچکی کرده. همین دهقانچه کره گفتی بعضی نوای برادران که میبراین دهقانچه کره گوید که من در فلان جا پیشروی دیدم، من همین رو یک بار بینم که و چی پیشروی بوده است. خیلی خرسند میشم که کشورم پیشرفته است. اکا شوکت آخرین بار تاجیکستان کی ما گفتیم برادر؟ من 6 سال پیش. باور که اکا ما هم دیر خیلی پایتخت میریم. همین معنی زینه بازینه را گفته استم که حکومت داد اون چیزی که من میبینم همون را درک میکنه. همین چند بینوهای بیک سبیره میبینید؟ نه اکا شوکت بیا اکا احساس خیلی نزای. من شما را گفتم شما میسونی بر من شما یک چیزی هم تو صد عادی برادر عزیز دهقانچه همین جوی پیشرفت دیدگیتونه. من بگوید که شما در شهر کلوب مثلا گریم، من بدونم که در شهر کلوب چند مثلا گریم زوادها بودن در وقت اتحاد شوروی، چند فابریکه ها بودن، چند چیزها بودن روی خطش کتی. حال حاضر همش از کار موندگی است. میتلالامبا برده دودگی هستند و ایران ولنگور هستند. نیمی از آنها به کار ندار آمده است، گشته به کار ندار آمدند و چند کارخانه های استحصالی که به کار در آمدند از کار ماندند. در همین حالت کلوب قرار دارد. من از این جهت پیشروی رو میبینم برادر عزیز. 4 بینویی که بیک در کلوب برداشته است، 4 بینویی که بینوهای بلنداشانی که بیک صبور خدای رئیس جمهور و اولادش در کلوب برداشتند، در گردو به گردی دوشنبه برداشتند. من حاضر من نوله مادر رو در اول برنامه شنیدید، من خودم رو از دست دادم، بای دادم، آب چشمانم برآمده رفت. نوله مادر رو شنیدید، بینو رو پوشیدند، $32,000 گرفته دادند، پولش رو از خود کردند. بیچاره اینوالید، یک دست ندارد، یک پا ندارد، سرسان آمده است. در روسیه دخترانش رو تجاوز کردند. برادر عزیز شما میگوید همین احوال بیناهایی که از بیرونش پلاکت های جناب عالی چند آینه ها که آرای تارو دادند و گل های هلندی، لاله های هلندی که شهر رو به مبلغ های هنگفت آرای تارو دادن، این پیشروی نیست برادر عزیز. این پیشروی نیست. اکا شوکت جانتان به گردم، قد قامتان به مرم، این پیشروی نیست. این چشم فریبی مردم است. این نظر شما ها را فریب کردن است برادر عزیز. این پیشروی نیست. پیشروی شما ببینید چند نفر اهل عائله شما در کارخانه های دولتی، در کارخانه های تاجیکستان کار میکنن. یک بار گپ زنید. هستن نه هستن معلم هستن، آموزگار هستن. اکما عائله ما کلان نیست. اکما ما این پدر ما 3 فرزندیم. دتش کارگر دولتی آموزگارن در دانشگاه دولتی شهر کلوب. بسیار خوب. کارگری دولتی پدرتون چند پول معاش میگیرن؟
خب اگه ماوش هم میدونه معلومات دارین اگه من ماوش میگم از شما اگر امریکا را مثال حالت داریم برادر عزیز برای همین خواهش میکنم جوانان عزیز گوش میکنم خواهش میکنم جوانان عزیز اونهایی که پشتیبان همین حکومت هستید بسیار کار خوب میکنید بسیار کار خوب میکنید اما وقتی که در حالت پشتیبانی وقتی که از شما پرسیده می شود که همین جمهوری تاجیکستان چی پیشروی دارد بیایید یک پیشروی خور یک گرد چور یک گرد اطرافی مثلا اگر شما از کلوب می بیایید گرد اطراف کلوب رو ببینید یک بار بروی خط بگیرید که چند کارخانه مثلا گریم سال 2000 بود حاضر چند کارخانه شده است چند کارخانه از کار باز مونده است درآمد اینها چقدر شده است صادرات تاجیکستان به خارج کشور چقدر شده است حاضر ببینید برادر عزیز پیشروی میگیم چندین سال است صبر یک دقیقه برادر چندین سال است واردات به تاجیکستان 4 برابر صادراتش از تاجیکستان است شما میفهمید این چیز رو میفهمید همین چیز رو واردات به تاجیکستان 4 برابر صادراتش از تاجیکستان است یعنی تاجیکستان یک کشور استعماری است از بیرون آورده میخورد خودش هیچ چی نداره انا همین از روی همین پیشروی رو حساب میکنم برادر عزیز زینه به زینه گفته شده همین از 4 یک حصه 15-20 سال باز دیگر نشده است از همین از 4 یک حصه واردات 3 برابر زیاد 3 برابر واردات زیاد 20 سال باز دیگر نشده است برادر عزیز از همین حساب پیشروی رو حساب میکنم ما یک کشور استعمارگر بیاریم میخوریم تمام حتی ببینید مبلغ درآمد ما از خارج میبریم میخوریم گشته میرویم حکومت یگان نقش ندارد فهمیده ایستوده مهاجر پول را میبیارد میخورد گشته میرود حکومت یگان نقش ندارد همین چیزی یگان جای نفهمی دارد همین ما گپ زدن نمیتونم بکشم خط تلفن من بفرمایید اکه شوقت ما اون چیزی که شما دلیل مثال آورده هستین ما قبول داریم اکه ما سخنوی شما را یگان وای نکرده هستیم ما شهروند عادی ام اکه ما نمیفهم درباره نازکی سیاست لیکن فکر خود ما حقوق دارم اکه کانستیتوسیون ما را حقوق داره که ما با شما بحث کنم با شما هم صحبت شم لیکن فکر شما رو ما این کار کن حق ندارم فقط بحث دارم حقوق دارم با شما مالش این کارم کنید یگان مشکل ندارد این کارم کنید یگان مشکل ندارد خود دکه مرده که با عقلی سخنه خوب میگویم و احترام میکنیم جا 50 نفر گوش داره و خیلی خیلی به عقلی گپ بزنیم خطی شما پیش مده 50 نفر گوش دارن تربیت فروش رو بگذار امی جناب اولی پرزیدنت محترم کشور ما شما سخت و نرسه اپوزیسیا باید اپوزیسیا سالم باشد اکه شوقت درست است بله اگر همین شما هستید که بعضا کمبودی حکومت هم میگن حکومت با اسلام میکند با رو با اصلاح اون میشود اپوزیسیا که وجود دارد دولت پیش میرود روش میکند شما هستید ایرا ما این کار نمیکنیم شاید همین سخنوی شما است که با بعضا دولت دارو و حکومت دارو و سیاست مدارو همون کمبودیشون اسلام میکنن با روی دیگر رو انتخاب میکنن این خوب است که در همه کشور اپوزیسیا باید باشد به این نمیشه سیستم دولت داری لیکن اکه همین کج بشینه راست بگو گفتی هم ما همین جانوی بولی هم اکه مرده گوریده که من یگان منفیت ندارم لیکن همین مرده خدمت کرده سی اکه به ملت باور که شوقت روزی ساعت خدمت کرده برادر من نگفته ایستادم که همین مردک همین امام رحمان خدمت نکرده است خدمت کرده است لیکن به همه خدمتی کردگاه توف کرده است این میدونید چی برادر عزیز امام علی رحمان وقتی که حرمت داشت در بین مردم احترام داشت به یگان اساسگذار صلح وحدت ملی گفتن جناب عالی گفتن محترم گفتن به اینها نیاز نداشت هم تو به این نامهای دروغین با این کلیشکه های دروغین امام علی رحمان در یک وقتها در بین مردم حرمت احترام این همه را داشت برای آن که در صلح
در صلح تاجیکستان سهم داشت، مردم مثلا گرفت، جنگ برادرکشی از بین رفت. همه این چیزهای مردم قدر میکند، میدوند، ما هم میدونیم. لیکن ببینید صلح آورد در وقت تاجیکستان، در وقتی که صلح شد همگی ما 500,000 تا 1.5 میلیون تا 500,000 گریزه داشتیم. بله حاضر ما 2 میلیون 1 میلیون تا 500,000 مهاجر داشتیم. حاضر ما 2 میلیون مهاجر داریم برادر عزیز. حاضر 2 میلیون مهاجر داریم. ما گفتیم که امام علی رحمان جنگ شهروندی برهم داد و آدمکشی بس شد. حاضر بعد از سال 1997 تو همه روز حساب کنید، هر روز امام علی رحمان آدم کشته شده است. هر روز امام علی رحمان زیایی های باسواد های حقوقدان های حقوق شناس های عالم های شاعر های نویسنده هست، همشه برده پشت زندان کرده شده است. به کدام خاطر؟ به اون خاطر که او را تنقید نکنند. این بر روی خودش توف کردن است یا اینکه همون قید کردگی چیزش گرفته خوردن است. امام علی رحمان همین کار رو کرده ایستاده است برادر عزیز. شکایت ما از امام علی رحمان همین است. امام علی رحمان را حرص چاه و منصب غارت مردم دید که غارت کرده ایستاده است، مردم هیچی نگفته ایستاده است. دید که به مملکت مردم چشم علا کرد، مردم هیچی نگفته ایستاده است. به ملال در برابر خدمت غارت رو همسر کرد. غارت 10 برابر خدمت شد. و وقتی که مثلا گریم همینجا یک توده باشد، همینجا یک توده مثلا گریم یکون توده تیلا باشد، مثلا گریم یک کف توده تیلا باشد، بالای یک کف توده تیلا 10 کف اخلاط اندازه توده تیلا دیگر نمی نماید. خدمت های امام علی رحمان مثل همین است. اخلاط های بالای خدمت هایش پرتافت که این امام علی رحمان دیگر و خدمت هایش ننموده ایستادن برادر عزیز. در سر این است. ما میخواهیم که این اخلاق ها رو تازه کند. انا همون تیلاهایش باقی ماند امام علی رحمان. اگر همون خیلی باقی ماند، حاضرم هیچ کس زید نیست که از روی قانون پرزیدنتیش کند، مهلتش که تمام شد برود. این رفتنی نیست برادر عزیز. کجا این جنابی عالی میشد؟ این با عالی بودن خودش باور ندارد. عالی کسی است که همت عالی دارد. جناب عالی کسی است که همت عالی دارد. مثلا گریم پیشوا کسی است که پیشواگیش رو قدر میکند. این پیشواگیش رو قدر نمیکند. این ترس از اون دارد که اگر مردم خیزن این رو از بین میبرن، از قدرت دورش میکنن. برای می پیش همین رای این توزیع کرده شده است. همین ترس همین چیز برادر عزیز. وقتی که این گونه ترس پیدا شد، این از کجا پیدا میشد؟ از جنایت کاری پیدا میشد. این خواب شب ندارد که به این جنایت هم اگر حکومت مردم میشود من چه جواب میدهم؟ به این حالت اومده است. خود امام علی رحمان این از کجا شهادت میدهد؟ از او شهادت میدهد که مردم کتی چگونه برخورد کرده است. مردم برخوردش تند است، برخوردش ظالمانه است، برخوردش غیر عادلانه است، برخوردش وحشیانه است. این به آن سبب است که برادر عزیز، به آن سبب است که این میداند که اگر به این مردم شانس بدهد حالتش چی میشود. از مردم ترس دارد، از مردم هراس دارد، از حکومت مردمی کردن هراس دارد. مگر همین آدم ترسانچه از مردمش میترسیدگی، از حکومت مردمی کردن میترسیدگی پیشوا عنوان گرفتن به حق دارد؟ ما درباره این گام میزنیم برادر عزیز. ما این رو میگوییم. ما نمیگوییم که خدمت نکرده است. ما نمیگوییم که ما با کامبودی ها اشاره میکنیم. ایده از همه شما برای این جوان ها میبرایند برادر عزیز. از این انسان فرشته میتراشند. این نوشیدنی است برادر عزیز. ببینید قانون جمهوری تاجیکستان رو ببینید برادر عزیز. در قانون جمهوری تاجیکستان حاضر یک برادر نقل کرد، هم برادر اقتباس از قانون ها آورد، گفت که طبق قانون جمهوری تاجیکستان، طبق قانون پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی، همین حالا پر نگویمتون، این نفر جنایت کند هم به جوابگری جنایتی کشیده نمیشه. این مضمون چی را دارد برادر عزیز؟ مضمون این را دارد که واقعا هم این نفر جنایت میکند لیکن به جوابگری جنایتی کشیده نمیشه. همین قانون برآورده، طبق همین قانون این نفر دویم جنایت کرده میایستد، فقط به جوابگری جنایتی کشیده نمیشود.
اگه شما نگاه کنید همین قانون مردمی است. یک نفر جنایت کنه به جوابگری جنایتی کشیده نشود، در نزد قانون همه برابرن. گفتن گپ چی میشود؟ ما طبق سرقانون جمهوری تاجیکستان شخص استثنایی داره، میگیم که در نزد قانون همه برابرن، اما میریم در این نفر رو استثنا میکنیم. نه فقط خودش رو برادر عزیز، اهل اویله اش هم جنایت کنن طبق قانونی که حاضر نابرابرگی هستن، اهل اویله اش هم جنایت کنن و جوابگری کشیده نمیشوند. یعنی اکای شوقت، بله اکای شوقت بفرمایید. پیش ندارم بچه کشتگی یوریست یا ما جمعه پشنوید، اما برادر اگو که یک سب بخونه و بعد بگه در یگان ترمینالوگی همو مودا بگیم اگر چه 5 گفت 6 گفت در یگان جو اومدگی نیست که شوقت که پرزیدنت جنایت کنه بخشیده میشود. کلمه جنایت در شخصیت پیشوای ملت در یگان کلمه مودا در یگان زیر مودا اومدگی نیست. برادر عزیز کی میگه که دیگر امی خواهش میکنم برادر به هر سفسطه اکا خبد روی اکا شوقت خبد روی شما حقوق دارین که حقوق شما از همه ما بالاتر است، به خاطر اینکه شما در مرکزین. کسی که از هوایی گام میزنه از پیش گام میزنه احترام خواهش میکنم اگر شما باید داین را کان ترای خیلی خدوری کنن. اخی هر چی میگن اخی نه جبای ما داشتگی مردم میگن نوروز این در پیش موندگی میگه خیلی گاب نیست. اخی اکی بیاد اکی بوم بلند گاب نزنیم اخی میگم بوم جانجون نکنیم. اخی از شما برادر عزیز از شما احترام خواهش میکنم یک بار قانون جمهوری تاجیکستان درباره اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت یک بار بگیرید بخونید. وجود دارد همین چیز. من خودم خوندگی هستم، وجود دارد همین چیز. نه فقط خودش اهل اویله از جوابگری جنایتی آزاد هستند. اکا شوقت شما نگاه کنید همین اگر همین چیز در قانون وجود داشته باشه شما به همین قانون طرفدار هستید، همین قانون رو طرفداری میکنید؟ ما هیچ باور ندارم که اکا ما میخونم چیزا ما میگم سوال کافی ندارم که من میخونم. اینها به این باور اینها دعواشون این است که همین قانون رو همین سفسطه رو ملت امضا کردگی است، ملت طرفداری کردگی است. ببینید ملت خبر ندارد به این سفسطه های شما. پرزیدنت رو طبق قانون همین یوریست گو قانون بگیرد بخوند. پرزیدنت را طبق قانون جنایتکار کرده اند. طبق قانون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جنایتکار است، اهل اویلش جنایتکار است طبق قانون. حالا هیچ کس هیچی نگفته، همین رو به دایره قانون وارد کردن. خودش پرزیدنت رو، رئیس جمهور رو، پیشوای ملت رو جنایتکار شناختن است و این چیز رو به قانون جایگیر کرده اند. برادر عزیز اگر ما تشکر به شما که خیلی به شما من وقتم رو بسیار گذراندم برادر عزیز و تشکر به شما که خودتون رو شخص عادی نشون دادید، شخص قطاری نشون دادید، تربوز فروش نشون دادید و 50 نفر گوش کردید شدیم گفتید به همه 50 نفرم سلام ما رو رسونید. برادر عزیز سونیان گپی من همینجا به شما و به دیگر برادران به دیگر همدیاران به اهل تاجیکستان به حکومت داران به رهبریت کشور این است که بیایید به سر انصاف بیایید. از فردای تاجیکستان اندیشه کنیم، از فردای آباد تاجیکستان اندیشه کنیم. غارتگری، از خودکنی، انحصار کنی ها را بس کنیم. به این ملت هم حق بدهیم که داند که این ملت به هر یک ثروت این کشور حق دارد. به این ملت هم حق بدهیم که چی قانونهای شما برای خودتان آماده کرده اید برای حفظ خودتان. به این ملت حق بدهیم که اینها را بداند. در درس ها فقط پیشوای ملت نخونیم و از قانون ها بگوییم که این خیلی گپ ها هست، ما این خیلی گپ ها قبول کردگی هستیم. و جوانانی که مغز شما شسته می شود از طرف حکومت با جای مخشویی شدن خواهش میکنم شما درس بخونید، شما فنها را بخونید، شما پیشرفت کنید، سیاست را بخونید، کدام کشور در کدام بلاک سیاسی قرار دارد اقلا سرفهم بروید بعد به بحث بیایید. اینه که شما را گفته است یک نفر فرمان داده است که ملایم صحبت کنید، نه بلند صحبت کنید، بی‌ادبیشون رو نشون دهیم، این خیل کنیم و این خیل کنیم. این گپا را نمیرد برادر عزیز. این ساخته کاری ها به هیچ کار نمیخورد برادر عزیز.
از همین گپ رو سر کردی الکی ما میدونیم که چی سیاست پیش بردید و این در این برنامه چگونه کار میکنین، چه کارها رو پیاده میکنیم، کیها رو تا چه اندازه شما آماده کرد. همش این یک کم تو مثل آینه برای نمایان است. چی در کار است؟ یک شخصانی که تاکتیکی کار کرده میتوانند، با یک استراتژی خوب کار کرده میتوانند، اینها رو بیارید، این صحنه سازی ها رو پرتایید یک سو. نفرانی که خودشان رو احترام میکنن، قانون رو میدونن، اقلا سطح دانششان از ما بالاتر است، از ما بلندتر است، بیارید در این برنامه ما رو لال کنید، مات کنید، معبود کنید. بعد مردم طرف شما حرکت میکنن. شما دل گردن ندارید، شجاعت ندارید که در برابر یک مخالف بیایید حکومت تاجیکستان رو دفاع کنید، چند نفر جوان رو میبرید، این خلگو اون خلگو این خلگو، اما ندکن. بیایید دل گرده دارید، شجاعت دارید. با یک حالا من چند نفر همین جوان ها سوال کردم، برای اینکه سوال من از پروتکل بیرون بود جواب دادن نتونستم، برای اینکه به این سوال ها آماده نبودن. سوال های سنجشی بودن سوال های من. سلامت و سربلند و پیروز باشید تماشابینان عزیز. اینجا رسا 3.5 ساعت ما صحبت کردیم، حتی 1 ساعت زیاد صحبت کردیم. یکی شما را به الله پاک میسپارم. بگذار تاجیکستان عزیز ما آباد شود، بگذار تاجیکستان ما آزاد شود، بگذار تاجیکستان ما در حقیقت حقوق بنیاد شود، بگذار تاجیکستان ما در حقیقت دنیوی باشد، بگذار تاجیکستان ما در حقیقت دموکراتی باشد، بگذار تاجیکستان ما در حقیقت به حقوق هر یک نفر احترام قائل باشد، کرامت انسانی در سطح اعلا باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.